در روی خوان نوروز رمز بهار دنیا یا هفت سین بباید یا هفت نوده آن، تا باغ هفت اقلیم روی خزان نبیند، تا باغ عمر باشد تا جاودان گل افشان. با امید جاودانگی جمهوری تاجیکستان که نوروز را بین المللی کرد، امروز با تشبث رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی یکی از مسابقه های بین المللی دیگر را نیز تاجیکستان آفتابرویه ما میزبانی میکند. اولین مسابقه بین المللی قایقرانی سلالوم اوپن تاجیکستان 2023 در دریای یا دریاچه شوخابی و ورزاب برگزار خواهد شد و امروز یکمین بار پس از گذشت چندین عصرها تاجیکستان باز چندین سالها درسترش بگویم باز میزبانی مسابقه های قایقرانی سلالوم در رودخانه یا دریای ورزاب خواهد شد. خب در طول 4 روز از 7 کشوری یا از 7 اقلیمی که همچنان که در آغاز شعر گفتیم از 7 کشور در تاجیکستان نمایندگان این رشته ورزشی حضور پیدا کردند و امروز قرار است که با همدیگر نیرو سنجند. البته تا کنون چند سبقت در این رشته به خصوص در کایاک کروس که در کولی جوانان برگزار شد، اکثر ساکنان پایتخت و مهمانان شهر دوشنبه عزیزمان آنها را مشاهده کردند. ولی امروز مسابقه رسمی آن که قایقرانی از نمود کایاک و کانوی هست و آن هم سلالوم که عموما معنای سلالوم این مارپیچ است و برگرفته از تقریبا همان شکل تابستانی لیژرانی سلالوم می باشد. سلالوم کوهی، سلالوم بزرگ، کوچک و هر گونه نام دارد در لیژرانی های زمستانی و این شکل تابستانی آن را هم سلالوم نام کردن، یعنی قایقرانی در آب. و چند لحظه دیگر اولین اشتراکچی این مسابقه و نیروسنجی خواهد پرداخت. خب در اول رقابت بانوان از روی کایاک صورت خواهد گرفت. کایاک سلالوم یعنی بانوانی که در اینجا از 7 کشور دنیا اشتراک دارند. حالا برای ما و شما معرفی کردن که چند نفر حضور دارند و این هم اولین اشتراکچی مسابقه و رقابت آغاز کرد. بنگل بومی است از کشور هندوستان که به رقابت میپردازد و بیاید برایتون بعضی از نازکی‌های این رشته را بگویم تا بیشتر به آن آگاهی پیدا کنید و از رفت آن هم لذت ببرید. و شکل این رقابت این است که واقعا هم رودخانه و یا دریای ورزاب برای برگزاری چنان مسابقه بهترین راه یا مسیر مسابقه در این رشته محسوب میشود، زیرا همه چیز در اینجا طبیعی است و فقط همان دروازه‌هایی که در این قطار با رنگ‌های سبز و سفید و سرخ و سفید دیده میشود ساخت دستی بشر یا ساخت دستی داوران مسابقه خواهد. میبانی هندی که همکنون در اینجا به رقابت پرداخته است، مثل تاجیکستان آنقدر در این رشته رشد قابل توجهی ندارد و در آغاز راه هستند، همچنان که ما هم در آغاز این راه هستیم و برای ما هم این مسابقه اولین بین المللی ما هست که ورزشکاران ما اشتراک میکنند. بنابراین از حرکت های بانو دیده میشود که چندان با ورزشکاران دیگری که در مسابقه بین المللی اشتراک میکنند هنر و مهارتش شباهت ندارند، اما خود تلاش‌هایش واقعا هم دیده است و این دریای شوخ ورزاب هم نمیگذارد که به همین آسانی از دروازه ها عبور کنید. خب درباره قانون و قاعده هایش بعضی چیزها رو باید برایتان بگویم تا در دوام تماشای این رشته بسیار دیدنی و پرشدت هم گویم می شود. همین برخورده که این بانو با یکی از در تنه های دروازه داشت، از او 2 ثانیه و وقتی او علاوه کرده میشه در اصل جریمه میشد. این هم ضربه های جریمه دارد و این ضربه او هم باز هم 2 ثانیه دیگر جریمه دارد، چون برخورد بدن یا اینکه چوبه‌ای که قایق را میرانند با دروازه هایی که از آنجا به قول آویزان هستند، این هم باز 2 ثانیه دیگر جریمه بندی شد. و بندریوک مارگاریتا ورزشکار کشور روسیه هست که نفر
چهارم میشود که الکی به هنرنمایی پرداخته است. هر 45 ثانیه یک نفر ورزشگر بانو از خط آغاز مسابقه به حرکت در می آید بدون توجه به اینکه نفر قبل آیا به خط نهایی رسیده است یا نه. و این هم بانو از کشور روسیه هست، از شهر سنت پتربورگ. بندریوک مارگاریتا سال 2006 تولدش و او هست که همکنون در دریای شوخ فرزاب و قایقرانی مشغول است و این قایقرانی معمولی نیست، قایقرانی اکستریمالی هم هست. سلالوم خودش مارپیچ است و خودی مانعه هایی که گذاشته شدند بسیار به دشواری دست میدهد که آنجا را عبور کنند و این ورزشگر با تجربه روز هم می‌بینید و مانند ورزشگر بانوی هندی و دروازه ها بر میخورد. این چوب های آویزانی که میبینید اینها دروازه ها هستند به قول در رشته قایق سلالوم و به طور مارپیچ از همه آنها باید عبور کنند. به طور میان در هر مسابقه بین المللی که برگزار می شود این دروازه ها تعدادش میتوانند از 18 تا 25 تا باشند و تا آنجایی که ما خبر داریم در دریاچه ورزابی ما یا دریای ورزابی ما همکنون 18 دروازه نصب شده است که از آن 6 تایش باید با رنگ سرخ و سفید رنگ کرده شده باشد، زیرا از روی قاعده کمتر از آن هم نمیتواند باشد. و خاصیت دروازه های سبز از سرخ یا فرقشان در این است که از دروازه های سبز به طور مستقیم میتوانی از داخلش عبور کنید، ولی برای گذشتن از دروازه هایی که با رنگ سرخ و سفید نشانه گذاری یا علامت گذاری شدند و اینجا هم خط نهایی هر یک صفحه است که برای ما نشان دادند با ستون سرخ رنگ‌آمیزی شده است تا از انجام صفحه یک نفر خبر بدهیم. خب میگفتیم که از گذشتن از داخل این دروازه های سبز به طور مستقیم صورت میگیرد، ولی از دروازه های سرخ یک چرخش باید صورت میگیرد و از سمت چپ و راست الکی عبور کنند. و اینجا باز هم ورزشگر دیگر کشور دوگو و علیسی از کشور ازبکستان رو میبینیم که آنها نیز در این مسابقه بین المللی حضور دارند. عموما بگیریم اگر در این مسابقه بین المللی تعداد اشتراکچیان کشورهای اشتراکچی که منتخب‌هایشان را فرستادند 7 کشور هستند و امیدوارم که در سالها یا نوروزهای آینده شاید تعداد کشورهای اشتراکچی بیشتر گردد. و ببینید برای گذشتن از دروازه سرخ باید از سمت راست بچرخد و یک دور در این دروازه زده می شود، برخلاف دروازه سبز و سفید که از آنجا باید به طور مستقیم عبور کنید. و باید قید نماییم که ورزشگران کشورهای گوناگون از جمله کشور ازبکستان هم ما دیدیم که یک برخورد با یکی از چوبه های دروازه داشت، الکی به نامش 2 ثانیه جریمه ثبت می‌گردد و اینجا خط آغاز است. ورزشگر دیگر مسیر خود را در این سبقت آغاز می‌کند. حالا ما خواهیم گفت که این ورزشگر کی است. این ورزشگر هم از کشوری تایلند باید باشد. بله، از شایگری تایلند هست. دوانگال هست که در این رشته اشتراک میکنند. آنها نیز با هیئت منتخبی خودشان به تاجیکستان آمدند. ببینید چقدر آب دریای ورزاب شوخ و شنگ است. به قول شاعران ما خیلی کار را برای اشتراکچیان مشکل میکند، برای ورزشگران مخصوص بانوان حالا در نبرد هستند و این بانوی تایلندی که در شایگری تایلند مشغولیت رو سپری کرده است حالا از مانیاها به خوبی عبور کرده است. ما تا کنون ندید که بگان مانیای برخورد داشته باشد، اما متاسفانه ما همه نوار را نداریم که ببینیم آیا یکان دروازه را نگذشته یا عبور میکند، چون اگر یکان دروازه رو نگذرد حتما باز جریمه میشود که این را هم در ادامه برایتان شرح خواهیم داد. برای مثال اگر این دروازه سرخ را هم اکنون اگر
عبور نمیکرد و جریان آب او را به پایان میبرد، الکی از یا به مهلتی طی کرده او 50 ثانیه دیگر اعلام میشد که این دیگر فایده برای ادامه سبقت نخواهد داشت، زیرا مسافه‌ای که ورزشگران آن را طی میکنند آنقدر مسافه نیست که 50 ثانیه اضافه کنی و باز از جمله جایزه داران باشی. یعنی دقیقاً دیگر با رقابت و سبقت را باخته ای. هنوز هم ورزشگر بانوی تایلندی در حرکت هست. دانگاوا که از شایگری تایلند در اینجا اشتراک دارد، احتمالاً او هم از خط نهایی عبور کرد. اولین تلاشش بود امروز. هم ورزشگر بانوان و هم مردان که بانوان البته در رشته کایاک هنرنمایی میکنند و مردان در رشته کانوی. فرق کایاک و کانوی را هم شما خود احتمالاً حالا مشاهده خواهید کرد، زیرا ببینید در کایاک مثلا گرافینا و یلینا گریفیانا و معذرت میخوام یلینا و حرکت پرداخت و چوبه او دو جانبش برای راندن قایقش مساعدت میکنه، در حالی که در کانوی یک دسته و یا یک طرفه این کار رو انجام میدهند. برخورد با چوبه نداشت، عبور بسیار خوب. مهم در اینجا اداره یا کنترل خود را از دست ندادن تا جریان آب را از یکان دروازه گرفته نگذراند و دوم اینکه سرعت می‌رسید. نوبست از هر چیزی سرعت که نتیجه نهایی به آن وابسته است نقش بسیار مهم می‌بازد و گریفیانا را حالا می‌بینید که بسیار زیبا از این دروازه سرخ رنگ چرخید و عبور کرد. 18 دروازه اینجا نصب شده است. گفتیم 6 تایش همین دروازه سرخ باید باشد که این گونه باید دور بزنی و از داخل یک دروازه عبور کنی. ولی متاسفانه گرافیانا در اینجا یک بار در آب غوطه‌ور هم می شود. البته این هیچ تأثیر در نتیجه او نخواهد داشت، اما او از یک دروازه عبور کرد، بنابراین حالا دیگر سخت تلاش ندارد. و ببینید که در کنار آن نفری که ایستاده است آنها اصلا کمک رسان‌ها هستند یا تاجری هستند، بگوییم که اگر حالتی ورزشگری ناگوار شد با کمکش می‌پردازند. و چوبه این بانو به تحت رقم 112 اینجا هنرنمایی دارد و چوبه رسید و این هم ورزشگر بانو از کشوری روسیه هست، از شهر سنت پترزبورگ. الکساندرا نیکولایوا با فکرم اگر خطا نکنم در این سبقت الکی جریمه دارد 2 ثانیه و ببینیم در ادامه آیا یکان جریمه خواهد شد یا نه. در عموم هیئت ورزشگران روسیه از همه هیئتی پرقوت و از همه هیئتی بزرگ در این مسابقه اشتراک میکنند، هم از میانی بانوانش و هم از میانی مردم. هنوز هم در حرکت است الکساندرا، ولی یک بار که سرازیر شد اگر و از یک دروازه بدون عبور سپری گردید الکی نتیجهش چندان خوب نخواهد بود. الکساندرا نیزوفسه و هم با خط نهایی نزدیک می شود. دروازه های رو اکثرش رو عبور کرد، ولی از یک دروازه که عبور نکرد الکی نتیجه چندان خوبی ندارد. بینید رقیب الکی آمده با او رسید. البته رقیبی که حتما هم وطنان خودش هستند
بنابراین این هم ورزشکاری کشور روسیه مکاچیوان دیلینا هست که بینه تقریبا با نیزوفسی و الکساندرا آمادو-راسی فرصت زیادی رو از دست داد و این هم ورزشکاری دیگری که از خطی آغاز ماریا ساکالووا به حرکت درآمد. او هم علاقه 2 ثانیه جریمه دارد زیرا برخورد با چوبه دروازه 2 ثانیه جریمه دارد. نگذشتن از آن 50 ثانیه و بینید شیوه‌های خاصی را ورزشگر بانوان روس استفاده میکنند. به جای آنکه عبوری مستقیم از دروازه داشته باشند خود را خم میکنند از زیر دروازه میگذارند. این هم از قاعده بیرون نیست، چون این امکان را دارد اگر چنین مهارت را داشته باشند. در مجموع 27 نفر بانوان در سبقت کایاکی بانوان اشتراک میکنند و با هم نیرو میسنجند. این البته اولین تلاش آنها است. امروز آنها 2 تلاش انجام میدهند و نفر بهتر را معین میکنند و نتیجه روز دیگر در روز آخر مسابقه معین میگردد و در آنجا یک باری دیگر تلاش خود را میکنند و هر کسی از نظر زمانی بهترین نتیجه را به دست بیاورد همون نفر هم غالب دانسته میشود و فعلا معلوم نیست که نفر برتر کیست، زیرا همچنان این سبقت ادامه دارد. ساکالووا ماریا بود و این هم والریا شکلیاروک از بازم کشوری روسیه هست که با هنرنمایی آغاز کرد. سال تولدش سال 2001 است. بانو زاده شهر مسکو است و تحت سفری مکارف در مکتب ورزشی شهر مسکو هنرنمایی میکند. شکلیاروک والریا اولین تلاش او است. عمل کرده ایستاده است. بسیار استوار در روی قایق خود قرار دارد و والنتینا سمیرنووا از تاجیکستان نمایندگی میکند در این سبقت‌های بین‌المللی. حالا آغاز رقابت را از او میبینیم که چگونه کشور میزبان را معرفی خواهد کرد. والنتینا سمیرنووا نماینده تاجیکستان خوب عبور میکند و هیچ دروازه هنوز برخورد نداشت. بسیار زیبا از داخل دروازه سبز عبور کرد. ببینید که از دروازه‌های سرخ چگونه خواهد گذشت. باید اینجا چرخش و از دروازه عبور کند. گفتیم که رودخانه یا دریای تاجیکستان و پیش این هم برنده‌ای که برای شکل دادن و مسابقه در آنجا سخنرانی دارد. حتما روس است ولی او هم کلمه تاجیکستان و پیش که این شعار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هست از یاد کرده است یا از حفظ کرده است و اینجا برای نماینده تاجیکستان آن را ابراز داشته است. بسیار خوب حرکت دارد والنتینا نماینده تاجیکستان. آب دریا بسیار شوخ و تیز پرسرعت هست و کمی هم شاید سرد باشد برای هم بانوان و هم مردان و اینجا از یکی از منطقه‌های دشوار گذر عبور میکند والنتینا تاجیکستان. والنتینا سمیرنووا در خط نهایی قرار دارد و این هم انجام فعالیت ورزشگر بانوی تاجیک و این هم لاگاچیووا تائیسی از کشور روسیه باز با سبقت پرداخت یا آغاز نمود. باید قید نمایم که هر ورزشگر که از هر دروازه عبور میکند هر منطقه برای خودش داوران مخصوصی را دارد که آنجا همه عملهای ورزشگر بانوان را تحت نظارت بسیار جدی و دقیق قرار میدهند، زیرا باید هنگامی که اگر یگان جریمه شد حتما این هم جریمه دارد 2 ثانیه برای ورزشگر بانو
Таисия Логачева. Первых международных соревнований Таджикистан Слалом 2023. Встречайте! Малыш Марина, Московская область. Номер 121. Именно Марина вчера выиграла. اینجا هم مثل دیگر ورزش‌ها بعضی نوزکی‌های دیگر هم دارد. از جمله اگر ورزشگر مخصوص ضربه زند و دروازه‌ها تا از زیر آن عبور کند، اینجا نیز باز 50 ثانیه دیگر جریمه تعیین می‌گردد. Сейчас мы видим на трассе Шаймурову Дарью, которая начинала свою золотую карьеру. Отец Петрова Егорова, но для продолжения, так сказать, и повышения своего мастерства сначала... در سبخطوی کایاکی بونوبون قرار داریم و نوبش مارینا از ولایت مسکو شهر کشور روسیه اینجا به هنرنمایی پرداخته است و حرکتی رو در یک دریای بسیار پرتلاطم چگونه صورت میگیرد و این هم امور بسیار دیدنی، هیچ تماس با دروازه نداشت و سرعتش هم خوب است. همچنانی که میبینیم الکی او در خط نهایی رسیده است. نویشوا الکی در روزهای قبلی که در گفتیم کل جوانان مسابقه کایاک کراس صورت گرفته بود و آنجا الکی صاحب مدال طلا شده است که اکثر مخلصان من ساکنان پایتخت و مهمانان پایتخت رو در کل جوانان دیدن. یک بزم بسیار زیبایی برگزار شده بود. روز نوروز 21 و بله میناز والسو نماینده کشور روسیه است که در بازی المپیک توکیو 2020 اشتراک داشته است. همچنین که برنده میدان اعلام می‌نماید. گذشته از این رشته باید قید نماییم که رشته المپیک هست و در بازی المپیک تابستانه ورزشگران حدود 50 کشور اشتراک میکنند، زیرا در همین تعداد کشورها این رشته بسیار رشد خوب داشته است. از جمله از همسایه کشورهای ما در قزاقستان این رشته بسیار طرفدار دارد و من تا حدی رشد کرده است. در ازبکستان هم و در کشور تاجیکستان تمام شرایط هست که این ورزش رشد کرده باشد. شاید تصمیم رئیس شهر دوشنبه برای برگزاری این مسابقه هم همین باشد که اولا در مسابقه‌های در ایام نوروز مسابقه ورزشی یکی از بخش‌های جدا نشدنی جشن‌های نوروزی است و برگزاری مسابقه بین‌المللی گشتین ملی را ما داشتیم. همچنین قایقرانی سلالم را داریم که مورپیچ است. اصلا کلمه سلالم همین مورپیچ است و برگزار می شود تا این رشته در تاجیکستان رشد یابد و مرکزهای تعلیمی و تمرینیش بهتر شوند و ما تمام شرایط را برای آماده کردن ورزشگرانی که بتوانند نام و شرف تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی بلند بردارند داریم، زیرا شرایطش را داریم. یک چنین شرایط طبیعی را برای ساختنش شاید میلیون ها دلار در کار باشد، ولی ما این شرایط را طبیعتاً داریم. یکاترینا پیرووا معذرت می‌خواهم آخرین نفری است که از خط آغاز به حرکت در آمد و ببینیم که نتیجه هایشان را پس از انجام این تلاششان که اولین تلاششان محسوب می‌شود. امروز گفتیم هم بانوان و هم مردان دوباره تلاش می‌کنند تا کسب مقام هایشان بکنند. البته حالا برای کسب مقام وقت هست. به هر حال بهترین ها را در روزی اولی سبقت‌ها معین کنند در طول تلاششان و این هم آخرین بانویی که در حرکت هست یکاترینا پیترووا باز هم از شهر مسکو است. سرمربی کازانتسیف یکی از
مربیانی شایسته فدراسیون روسیه و این هم در میانه های سبقت حالا قرار دارد. او هم عبور میکنند زد. سپس بدون یگان وقفه سبقت مردان آغاز می‌شود. بسیار خوب حرکت دارد. از مانیه ها گذشته ایستاده است. ببینید چگونه سرعتش هم زیاده و خطی نهایی نزدیکتر از نفری که تحت رقم 126 در نمایی دارد اینجا و زمان زیادی را سپری کرد. 126 ورزشگر بانوی باز هم روز هست، تروفینا آنا که بسیار دیر کرد گویم هم می شود. هنوز هم در حرکت هست، در حالی که ما میبینیم که نفری آخران که تحت حرکتی به حرکت در آمد پیرو و یکاترینا علیه با تقریبا رسیده گرفته است. یعنی از نظر زمانی معمولا مسافه سبقت های بله حالا میبینیم که اولین ورزشگری مرد و سبقت پرداخت و این از سبقت های کنایه هست که در اینجا صورت میگیرد. در سبقت های کنایه تحت رقم 128 در حرکت هست ورزشگری کشور هند میگویند. همچنانی که میبینیم ورنا وشال هست که سال تولد 2004 از کشور هند است که در حرکت هست و این هم در منطقه زیبا منظری ورزاب است و کشورهای اشتراکی را همینجا میتوانیم ببینیم. از هندوستان، از ازبکستان، قزاقستان، تایلند، تاجیکستان، روسیه و بلاروس هستند که ورزشگران اشتراک دارند. تاجیکستان سلالوم اوپن 2023 کنوی مردانه یک نفری یا سبقت‌های انفرادی باز هست سبقت‌های دو نفره و سبقت‌های دستوی کنوی هم میتواند باشد و همچنان که در رشته کنوی تعداد اشتراکچیان میان مردان بیشتر هست 33 نفر. معمولا همین رشته در میان حتی همون کشورهای پیشرفته بیشتر رشد یافته است، یعنی کنوی مردانه و کایاک مردانه و همچنان در حرکت هست. ورزشگر کشور قزاقستان بگدان پوتینسف یا پوتینسف در حرکت هست. از خط آغاز حرکت رو شروع کرد و ورنا ویشل به خط نهایی رسید و نتیجه او را حالا در انجام شد برای ما شما نشان خواهند داد. هر کدام از تلاش هایشان به طور جداگانه به حساب گرفته می شود و این هم پوتینسف که نفر سیوم بود که علیه به حرکت در آمد و نماینده کشور ازبکستان شهرزاد قربان علیف است که او هم از خط آغاز به حرکت در آمد. خوب عبور میکند از دروازه ها ولی همچنان که به هر حال این رشته در ازبکستان هم به اندازه مثلا روسیه وقت پیشرفته نبوده است ولی در هر سال سرعت اشتراک آنها در اینجا به ثبت میرسد. شهرزاد قربان علیف ورزشگری همسایه کشوری ما بسیار نمود جالب و دیدنی برخورد دارد با دروازه سرخ. شهرزاد قربان علیف و احتمالاً هم جریمه خواهد شد. Итак, номер 132. Да, вот мы видим атлета из Республики Таиланд. ورزشگر کشور تایلند هم از خط آغاز شروع به حرکت کرد
و اینجا شهرزاد است که در حرکت است. قربان علیف از ازبکستان با علاقه چندین بار با دروازه ها برخورد. تورارов Otabek هم از کشور ازبکستان هست، تحت رقم 133 در حرکت. باور کنید اداره کردن عموما حرکت در داخل آب برای آنکه بتوانی برخورد با دروازه ها نداشته باشی، مگر میگذارد این آب شوخ دریای ورزاب تا تو به راحتی از دروازه ها عبور کنی. و این ورزشکار کشور ازبکستان هم علاقه چندین بار با Otabek Turarov با دروازه برخورد داشت. حتما جریمه هایی را هم در پای برای او دارد. تعدادی برخوردهایش با دروازه بسیار زیاد شده است. دست باز هم بینید Turarov علاقه و اینجا باشد شهرزاد هم وطنش علاقه به خط نهایی رسید با برخوردهایی که داشت. Turarov از ازبکستان بسیار با مشکلی از دروازه ها عبور می کند. دریاچه طبیعی برای ساختن یک چنین شرایط در چه بازی‌های المپیک در مسابقه بین‌المللی دیگر خیلی خراجات باید کرد، ولی کشور صاحب استقلال ما اکثر منطقه هایش چنین رودخانه های شوخ و پرتلاطم را دارد. دیانت کویتسوک از کشور تایلند هم علاقه به حرکت در آمد. همین ورزشکاری که چهره او رو می‌بینید، ولی این ورزشکاری کشور ازبکستان است. Turarov Otabek همچنان به سختی در حرکت است. ورزشکاری کشور تایلند رو می‌بینیم تحت رقم 134 اونجا در حرکت میباشد. نسبتاً بهتر از Turarov ازبکستانی در حرکت میباشد. کویتسوک دیانت از شایگری تایلند سال 2002 تولد داشت و این ورزشکاری همسایه کشوری ما باشد و سختی در حرکت. Turarov Otabek از ازبکستان که تعدادی برخوردهایش با دروازه ها زیاد بودند و بینید علاقه ورزشکاری تحت رقم 134 از کشور تایلند خیلی نزدیک شد و بوگدان زینوبیف از کشور قزاقستان هم از خط آغاز علاقه به حرکت در آمد. این نمودی کنایه هست میان مردان و نهایتا Otabek که همسایه کشوری ما هم از خط نهایی عبور کرد. یگان حادثه ناخوشایند برای ورزشگر شود، برخورد با یگان چیز یا قوتش نرسد یا اگر از چند تا که عبور کرد دیگر نیازی نیست که از خط نهایی عبور کند، در همون میانه سبقت هم میتواند از آب بیرون بیاد چون فایده دیگر ندارد. خب باز یک نفر دیگر تحت رقم 138 این هم زمیاتین دانیل از کشور تاجیکستان است و میزبانان مسابقه را نمایندگی میکند. دومین ورزشگر است که در رشته کنایه از جانب تاجیکستان و سبقت پرداخته است. همین نفری که چهره او رو میبینید. این نفر بله این بر زمیاتین دانیل نماینده تاجیکستان است که در حرکت در مسیری تعیین شده است و باز هم برنده روسی ما شعارهای ما را خوب استفاده می‌بینید. از این دروازه عبور کرد بدون برخورد. یک برخورد کوچکی البته داشت، حالا به نظر میگیرن یا نه. نماینده تاجیکستان را مشاهده میکنیم که در حرکت هست. زمیاتین دانیل
соли 2006 соли таваллудаш бо мушкилӣ пеш меравад ин варзишгар ҳам об бо ӯ бисёр сахт бозӣ дорад ҳамчунин Замятин дар ҳаракат аст ва ба нуқтаи ниҳоӣ наздик мешавад. оби табиии рудхонаҳои Тоҷикистон ва бибинем ки оё Замятин Даниил инҷоро чӣ гуна убур мекунад, чун бояд мустақим равад. бале сарозер мешавад ва эҳтимолан барои гузаштан аз кадом дарвозаи дер мекунад. Следующий атлет на трассе, номер 141. Полищук бале як дарвозаро аз даст дод. ҳоло Полищук Максим аз кишвари Россия ба сабқат оғоз мекунад. суръати хуб дорад. Полищук Максим соли 2004 соли тавлидаш аст аз Красноярский край, Россия, таҳти мураббигари Козидова ва Мухгалеев ин варзишгар ҳунарнамоӣ мекунад ё тамрин мебинад. яке аз минтақаҳои мушкили ин ҷо дар ин ҷо аст ки об бисёр сахт ба мувозинати варзишгар таъсир мерасонад. бархӯрд бо ду то аз дарвозаҳо дорад. аллакай 4 сония ба сонияҳои ӯ пайваст мешавад ва бинед ки дар канор ёрии таъҷилӣ ҳам эҳтимолан ба ӯ гуфта истааст ки эҳтиёт кунад. наврӯзи байналмилалӣ аст ва мусобиқаи байналмилалӣ ҷараён дорад. ҳоло мардон ҳам дар ин ҷо дар сабқат ҳастанд. таҳти рақами 141 варзишгари кишвари Россия ин ҷо ҳунарнамоӣ дорад. аллакай ду бархӯрд дошт Полищук Максим ва ин ҳам анҷоми сабқати ӯ. ва ин ҷо варзишгари дигар ҳам таҳти рақами 143 дар ҳаракат ҳаст ки баъд аз Полищук ба ҳаракат даромадааст ва ин ҳам варзишгар аз кишвари Россия бояд бошад. Владимир Шипунов таҳти рақами 144 дар ҳаракат ҳаст. ва тақрибан ниме аз варзишгарони мард дар риштаи каноэ аллакай масири мусобиқаро убур карданд. ҳар 45 сония гуфтем як нафар варзишгар аз хатти оғоз раҳо мешавад ё ба ҳаракат дар меояд. бигӯем беҳтар Шипунов Владимир ӯ ҳам аз кишвари Россия соли 2005 умуман дар ин мусобиқа танҳо онҳое ҳаққи иштирок доранд ки соли 2010 надертар аз 2008 бошад. Шипунов бошад соли 2005 аст. аз минтақаи бисёр душворе убур кард. ин ҷо об метавонад бозӣ кунад ва бале Шипунов ҳам бархӯрд бо дарвоза дорад. 2 сония аллакай аз даст дод ва аз як дарвозаи дигар ҳам бидуни убур гузашт. метавонад талош кунад ки як бор дигар баргардад ва аз он дарвоза бигзарад. ҳамин корро ҳам мекунад, аммо оё иҷоза медиҳад рудхона ки ӯ аз ин дарвоза убур кунад ё на. бархӯрд бо ин дарвоза вале ба ҳар ҳол убур кард. агар убур намекард 50 секунди ё сонияи дигар ба натиҷаи ӯ афзуда мешуд. боз ҳам бархӯрд. албатта ин ҷо аллакай Козлов Андрей ҳаст ки бо дарвоза бархӯрд мекунад. таҳти рақами 146 ба ҳунарнамоӣ пардохт. Номер 146 это Козлов Андрей.
Kozlov Andrey ham az Республика Алтай. az Пока буду выступать, Jumhuriy Altay Federatsiya Rossiya hasti تعدادی مربیانش بسیار زیاد اینجا ثبت شدند. حدود 4 تا مربی همراه او در اینجا حضور دارند برای آماده کردن او و او باز با دروازه سرخ هم برخورد دارد. عبوری حالا درست این دفعه عبور کرد. اگر بار دوم این کار را بکند آن ثانیه هایی که جریمه بندی می شدند بیکار کرده می شود. همچنان در حرکت هست Kozlov Andrey. واقعا هم آب منبع حیات است و آب منبع خوشی و نشاط هم بوده می توانست است. بسیار یک رشته دیدنی است، رشته کانوی و کایاک سلالوم ها که اینجا می بینیم جذاب است و امیدوارم که با تماشای این مسابقه بین المللی تعداد دوستداران و هواداران این رشته در تاجیکستان نیز زیاد خواهند شد و Kozlov هم از خط نهایی عبور کرد. ورزشگر ویکتور تریتیاک از کشور بلاروس از تحت رقم 148 اینجا هنرنمایی دارد. نماینده باز یک کشور دیگر را اینجا ما مشاهده میکنیم از کشور بلاروس. و چیز رو باید اینجا قید نماییم که واقعا نمالا برنده میدان درباره SSFL یا اتحاد شوروی سابق صحبت میکنند. وقتی که در اتحاد شوروی این رشته ورزشی تشکیل میشد و میخوان در اولین مسابقه بین المللی و یا در بازی المپیک میونخ سال 1972 اشتراک کنند، یکمین مشورت و مشق‌ها و تعلیم و تمرینی و سمینار آموزشی آن در همین رودخانه در همین ورزاب ما برگزار می شود. از سوی یکی از کارشناسان آلمانی می آید اینجا برای ورزشکاران سابق اتحاد شوروی مشق‌های آمادگی را در اینجا سپری می کنند و به قول همین نکته ها و نزاکت های این رشته ورزشی را در همینجا برای ورزشکاران سابق اتحاد شوروی نشان میدن و پس از آن تا فروپاشی اتحاد شوروی دریای ورزاب ما و منطقه ورزاب ما یکی از جایهای دوست داشته‌ترین برای دوستداران این رشته ورزشی می باشد. ورزشگر دیگر هم اینجا در حرکت شده از کشور فدراسیون روسیه. این هم فداسوف الکسی تحت رقم 149 هنرنمایی میکند و نماینده تاجیکستان هم میگویند که حالا آماده حرکت هست. از صدای برنده معلوم است که حالا ما نماینده تاجیکستان رو هم خواهیم دید اینجا. دمیتری شستاکوف، بله همین نفر دمیتری شستاکوف بسیار سرعت خوب دارد و حرکت دارد. ورزشگر نماینده تاجیکستان هست. بیا ببینیم که او چگونه کشور ما رو معرفی خواهد کرد. حالا که ما دو نفر نماینده تاجیکستان رو در اینجا داشتیم، این نفر سوم است. خوب عبور کرد از دروازه سرخ، دیگر برخورد با دروازه نداشت. از دروازه سبز هم و میرسد به منطقه یک مقدار دشوارتر. خب فداسوف هم از خط نهایی عبور کرد. مانده است این هم ورزشگر نماینده تاجیکستان شستاکوف دمیتری شستاکوف حرکتی خوب دارد. از منطقه بسیار دشوار گذر عبور کرد. همینجا بسیار مهم است که بتواند خودش را اداره کند و ورزشگر دیگر تحت رقم 152 گوبری کریل حالا با حرکت در آمد از کشور روسیه.
после есть, принимать пищу во время поста можно только после заката и до و восхода. توجی میدانیم ورزشگر نماینده تاجیکستان حضور کرد یا نکرد از خط نهایی. حالا اگر نشان دادن برای ما خواهیم دید، ولی به هر صورت این ورزشگر کشور روسیه گوهرخیلی کیریل است که در یک از منطقه‌های دشوار یا دروازه‌های دشوار، دروازه ششم تا هشتم، اینجا منطقه بسیار دشوار است و جریان آب میتواند شما را از راحتان بیراه کند. 17 تا دروازه است در مجموع، گفتیم در اینجا قرار دارد. بله، باز هم یک نماینده تاجیکستان که سال تولدش 1995 هست از جانب تاجیکستان به حرکت درآمد. همین ورزشگری که میبینیم الکسی پاپوف در مجموع چهارمین ورزشگر است که تاجیکستان رو در کنوی انفرادی نمایندگی میکنند. نتیجه هاشان رو در انجام برای ما شما نشان میدهند. متاسفانه ما نتیجه رو در جریان مسابقه نداریم، زیرا در جریان مسابقه حالا حساب و کتاب میشود. گفتیم در راست هر منطقه یا بین هر دو دروازه سرخ یک منطقه محسوب می شود. هر باری که ورزشگر به یگان دروازه برخورد یا از زیر دروازه عبور نکرده گذشت، برای آنجا داوران در کنار هستند با اشاره های دست و با کارت های زرد و سرخ اشاره میکنند که ورزشگر قاعده بازی را ویران کرد یا نه. این ورزشگر تاجیکستانی هم بهتر یک بار با آب سرازیر شد و این به نتیجه هیچ تأثیری ندارد. البته فقط یک ثانیه فرصت رو شاید از ورزشگر بگیرد. Номер 154 приближается уже к финишу, приближается к ключевому. بازم ورزشگری نماینده تاجیکستان پاپوف الکسی رو برای ما نشان دادند. Город Санкт-Петербург, мастер спорта 2000 года рождения. И следом за ним начинает трассу участник по номеру 155. Харламцев الکساندر از فدراسیون روسیه هم به رقابت آغاز کرد یا به سبقت آغاز کرد. یک چیز رو باید اینجا برایتان البته قید نمایم که برای چی فدراسیون روسیه اینقدر در این رشته فعال است. آنها یکی از قوی ترین هیئت منتخب در سابق اتحاد شوروی را دارند و هیئت پره آنها همگی 5-6 روز قبل از تمرین های دست جمعی خود از امارات متحده عرب برگشتند که آنجا هم مثل ما رودخانه های طبیعی نداشته باشد، با پول و مال ثروتی که عرب ها دارند رودخانه های مصنوعی ساخته شده است. آنجا از مشق های تمرینیشان آمدند، از تمرین های دست جمعی آمدند. درست‌تر بگوییم ما مستقیم به اولین مسابقه بین المللی تاجیکستان سلالوم اوپن 2023 رسیدند. از جمله همین ورزشگر هم خارلامتسف الکساندر که از ولایت سوردلوفی فدراسیون روسیه سالی تولد 20 سال است. این ورزشگر نیکولای شکاروف یکی از ورزشگران نامداری روس هست که همچنین که می‌بینید استاد درجه بین المللی است در حرکت، ولی رودخانه یا دریای فرزاب هم می‌داند با اشتراک چنین بازی المپیک با اشتراک چنین چمپیونات‌های جهان و جام‌های جهانی و جام‌های اروپا مسابقه اروپایی چه کار کنند. پاول کورتوف از فدراسیون روسیه باز همین ورزشگر الکی در حرکت شد. حدودی 3 ورزشگر دیگر منتوجه من می‌دانم چون الکی 30 نفر حرکت کردند. 3 ورزشگر دیگر باقی ماند و ما دیدیم که کروگلوف میخائیل هم به حرکت در آمد.
Итак, Румер Михаил сейчас на шестых воротах در приближается к منطقه از همه ключевым خطرناک событиям این связки 8-1. جاده یا این خط حرکت نزدیک شد. Конечно, вот этот вот вал и вот эта бочка. Возможно, завтра на второй диагональной бочке гонки, прошу прощения. بدون رسیش به دروازه رو عبور کرد. فعلا ما ندیدیم یگان دروازه رو نگذشته باشد و این هم خط نهایی. بینید چگونه سرعتش را می‌افزاید برای اینکه کسری باز چند ثانیه دیگر رو به نفع خود داشته باشد. ایگور میخایلوف بازم از فدراسیون روسیه هست، از ولایت مسکو. Он буквально только что финишировал. Мы поздравляем Пашу с этим در حرکت هست. и желаем ему победы на этих یکی از соревнованиях. بزرگترین های این صفحات البته الکسی پاپوفی که تاجیکستان را نمایندگی می‌کرد از او یک سال بزرگتر است. سال 1995 سال تولدش هست و تلاش اولی ورزشگران هم بانوان، البته بانوان از روی قایق یک نفره یا انفرادی و مردان از روی کنوی یک نفره به انجام میرسد. همگی یک نفر دیگر باقی ماند که او را اعلام کردن. الکی خرامتسوف دمیتری هست که او هم استاد درجه بین‌المللی در این رشته محسوب می شود و سمت پیش در حرکت هست. و بله این هم خرامتسوف است که آخرین نفر دمیتری خرامتسوف در میان مردان به سبقت می پردازد، ولی او یک بار سرازیر شد و تا با آخر نرفت. از دروازه عبور نکرد و 50 ثانیه دیگر به نتیجه های او می افزاید. اینجا بینید هر کدام از داوران حضور دارند. حدود 20 نفر داور یک سبقت را اینجا تحت نظارت دارند و هر کدام وظیفه خود را دارند. بعضی ها زمان سنجی می‌کنند، بعضی ها جریمه ها را حساب می‌کنند، بعضی ها برخوردها، عمل‌های نادرست و یا من به حرکت‌های ورزشگران اهمیت می‌دهند. همچنان که می‌بینید بانوان هم در اینجا با آب سرازیر شدند، غوطه‌ور شده. خب تلاش دومی بانوان به نظر می‌رسد که آغاز گردیده باشد، زیرا تلاش اولی بانوان از روی رقم‌هایشان باز هم معین می‌گردد. بومی بانگنیل از کشور هند است که باز تلاش دومش را آغاز کرد. حالا باز هم نمودی کایاک میان بانوان آغاز گردیده. نماینده کشور هند حالا در حرکت است. ورزشگر بانوی کشور هند رویم بانگل بومی. بله دومین تلاشش هست. در یکمین تلاشش این ورزشگر بانو چندان نتیجه دلخواه نداشته است. همچنان که ما در اختیار داریم بعضی از این نتیجه ها رو. این بانوی هندی حتی در دهگانه برتر نیست از 27 نفر. Тем временем на информационном стенде, который находится прямо под секретариатом наших соревнований, появились результаты. Подходите, знакомьтесь. بله تازه نو بعضی از نتیجه ها در اختیاری داوران قرار میگیرد. حالا برای ما شما احتمالا در اکران ها آنها برآورده خواهند شد و ما خواهیم دید که ورزشگر بانوی هندی چندان نتیجه خوب نداشت. در اینجا باشد باز هم
ورزشگر نماینده کشور تایلند ورزشگر بانوی کشور تایلند رو می‌بینید که در حرکت هست. چوگین درست تلفظ کردن آنها با آسانی نخواهد بود. برو شنویان هست یک نام عجیب غریبی دارد این بانوی تایلندی. به هر حال همین ورزشگر بانویی که در حرکت هست. چویان هست، چویا بوده است، چویا حتی چویان نی در روی قایقش نصب شده است نامش، ولی با اشتباه در پروتکل آغاز سبقت او را چویان نوشتند در حالی که واقعا چویان بوده است. و اشتباه است، اشتباه از ما معذرت می‌خواهیم. ورزشگر بانوی کشور باز هم تایلند در حرکت شد. این بانو چویان حالا از خط نهایی عبور کرد. بانو چویان و هموطنی او حالا اینجا در حرکت هست. جروان هست نامش، حالا نسبش رو باید و همونطوری که برنده این مسابقه هم در جزوی او هست نسبش رو هم باید مبارد نیامتانگ است که در حرکت هست. حالا او را جریان آب خیلی از میدان از دروازه دور کرد، ولی او کوشش دارد که به هر حال برگرده از دروازه، از داخل دروازه عبور کند. یکی از منطقه‌های دشوار هم برای مردان هم برای بانوان اینجاست. از این دروازه هم به خوبی عبور کرد. این دروازه ها مخصوص گذاشته می شوند، بعد انتخاب آنها هم بسیار با طور جدی صورت می گیرد تا برای ورزشگران مشکلی ایجاد نگردد. ورزشگر بانوی دیگر حالا در حرکت شد از میان این ورزشگران. این هم ورزشگر بانوی باز هم کشور تایلند هست، دانگوابا آرچاراپوم در حرکت هست. در مجموع سه ورزشگر بانوی کشور تایلند حالا در حرکت بودند اینجا. و نهایتاً ورزشگر گودکا و الیسیا هم با سبقت پرداخته است و ما اعلامی او را البته ندیدیم. به هر صورت این ورزشگر بانو گودکا و الیسیا از کشور ازبکستان است. ببینیم که از همسایه کشوری ما چگونه دروازه ها را عبور میکنند و با این جریانی پرتلاطمی آب چگونه معامله یا مطابقت خواهد کرد. بله، الیسیا گودکا یا ازبکستانی البته قبلا ورزشگر بانوان حتما با اینجا در یک روز اول آشنایی پیدا میکنند تا مسیر را از دست ندهند یا فراموش نکنند و هنگام سراسیمه وار گذشتن از دروازه ها برخورد ورزشگر بانو از کشور تایلند رو میبینیم که دونگلاوی تایلندی با دروازه سرخ برخورد علاقه 2 ثانیه با زمانی تعیین نموده او اضافه کرده میشد و باز هم یک ضربه دیگر و دروازه بود. این هم ورزشگر بانوی کشور قزاقستان هستند که میسای و ویکتوریا
трасса висит уверенно. سال 2004 تولدش. البته با اینکه درباره Из روز Федерации سال تولد بانوان نمیگن، ولی اینجا شرط این است که Республики Таджикистан за это прекрасно. تا سال 2008 باشد و همین خاطر بعضی وقتا با کردن سیم سال ورزشگران حتی اگر بانوان هم باشد باید شاید ضرری نداشته باشد، چون برای خواستگاری که نمیپرسند، برای معین کردن اینکه این ورزشگر چی سن سالی دارد و چی میتواند در پیش برای مخلصان این رشته پیشکش کند. اگر جوانتر باشد آینده درخشانتری دارد، اگر جوانتر نباشد برای دیگران میتواند درس عبرت باشد و مربی خوب گردد. به هر حال ورزشگربانی نوبتی را برای ما و شما نشان میدهند. همون میسه و ویکتوریا است که در حرکت بود و الینا بارکова از کشور روسیه تحت رقم 111 به حرکت در آمد. حتما داوران 20 نفر داوری که در اینجا حضور دارند همه این نشاندادها را به ثبت میرسانند و در نهایت جمع‌بندی می شود همه زمان و خطاگی‌های انجام داده و به قول جریمه های صورت گرفته همش به حساب گرفته می شود. درباره نازکی این رشته می گفتیم و آن هم این است که بعضی وقتا در این رشته هم ورزشگرانی هستند که می توانند مثل دیگر رشته‌های ورزشی مثلا فوتبال، والیبال یا بسکتبال به صحنه‌سازی رو می‌آورند یا مثلا مخصوص خودشان رو همونطور که در فوتبال سیمولانس یا صحنه‌سازی می‌گویند این کار رو در اینجا هم کردن ممکن است و گاه ورزشگران می‌خواهند که با جابجا کردن تخته‌ای که اون چوبایی که دروازه رو معین می‌کنند از آن به آسانی عبور کنند و همین چیز رو هم داوران می‌توانند به ثبت برسانند با عنوان اینکه جابجا کردن دروازه ممکن نیست، باید به دروازه نارسیده عبور کنند. وقتی که ضربه میزنه و یک طرفه کرده از آن میخوان عبور کنند الکی از آنها نه 2 ثانیه بلکه 50 ثانیه کم کرده می شود. حدود 100 نفر ورزشگران از 7 کشور عالم آمدند که در جشن بین المللی تاجیکستان یعنی جشن نوروز بین المللی ما که تاجیکستان وطن نوروز است همراه مردم ما این جشن پرشکوه را تجلیل کنند. البته پس از بین المللی شدن جشن نوروز تمام جهان آن را دیگر جشن میگیرد و با همین نام تاجیکانه نوروز آن را در همه جا صدا میزنند و با همین مراسم های خاص و عنعنه های خاص، رسم های خاص تاجیکانه کوشش میکنند که این جشن بسیار پرشکوه، جشن احیای طبیعت و جشن احیای انسان هم حتی میتوان گفت واقعا هم همه نماد حشرات و حیوانات و پرندگان و حتی انسان در وجودش احیای نوی را احساس میکنند. خب بانوان 7 کشور اینجا در رشته کایاک با هم دیگر در نبرد هستند. برای آنهایی که شاید تازه و تماشای این شرح میپردازند، ورزشگر بانوی کشوری اینجا را برایتون خواهیم دید که از کدام کشور هست. این ورزشگر بانوی کشوری روسیه است. داریا تولایوا در حرکت می باشد. در مجموع گفتیم 27 نفر ورزشگر بانوان در رشته کایاک اینجا هنرنمایی میکنند. کایاک انفرادی، زیرا باز کایاک های 2 نفره هم هستند، همچنین کنوی 2 نفره هستند و رقابت های دستوی نیز وجود دارند. واقعا هم یک رشته ورزشی اکستریمالی یا پرشدت و جذاب است. هر کسی میخواد ادرنالین در رگ و شریان هایش جریان گیرد با این رشته اگر اونس بگیرد بسیار جذاب خواهد بود. سویتلانا تریتیاکووا از ولایت نووسیبیرسک روسیه است که اینجا هنرنمایی میکند. حالا پس از 2 نفر اینجا به سبقت خواهد پرداخت نماینده تاجیکستان ولنتینا سمیرنووا و احتمالاً پس از
یک دقیقه دیگر او نیز به سبقت خواهد پرداخت. والنتینا سمیرنووا ولی همینطور ورزشگر بانی نماینده تاجیکستان حالا وارد سبقت خواهد شد. همین بانی که میبینیم والنتینا سمیرنووا از تاجیکستان است. سال تولدش 2003 است. بازم نماینده تاجیکستان. او هم در تلاش اولش اشتراک کرد و تا آخر خط رسید. باید بگویم که برخی از ورزشگران حتی نامی هم گاهی به خط نهایی نارسیده میمونند، زیرا این رشته است که آبشو هر شوخی با تو میتواند بکند و خصوص اگر آب شوخی مرغاب باشد، اگر از احتیاط کار نگیری و این ضربه ای که به دروازه زد والنتینا سمیرنووا از با مدت زمانی او 2 ثانیه دیگر افزوده میشد و برایش مشکل سازتر خواهد بود. والنتینا سمیرنووا در همچنانی که من حالا اطلاع پیدا کردم در اولین تلاشش یگان جریمه نداشته است. بسیار خوب حرکت کرده و 111 تا ثانیه مسافه 200 متری مسابقه را عبور کرده است. با یگان دروازه برخورد نداشته، یگان جریمه هم نداشته است، ولی در اینجا ما دیدیم که برخورد با دروازه داشت. و حالا ببینیم که والنتینا سمیرنووا در ادامه باز یگان برخورد دیگر خواهد داشت یا نه. فعلا همه دروازه رو خوب عبور کرد، یک برخورد با یک دروازه داشت. اینجا رو بسیار با قول صاف عبور کرد و والنتینا سمیرنووا نماینده تاجیکستان با همان 2 ثانیه جریمه شدهش در این تلاشش. حالا می‌بینیم که چی نتیجه را به دست آورد. نتیجه اولش را گفتیم 111 تا ثانیه، یعنی 105 از 111 ثانیه بگیم درست درش. حرکت کرده است در اولین تلاشش. Очень тяжелая, очень напряженная программа сегодняшних соревнований. Но мы верим в наших девчонок, которые приехали с... خب بانوان در حرکت هستند. حالا باز ما نماینده کشور روسیه رو میبینیم، تانسیا لاگاچووا در حرکت هست تحت رقم 120. Таисия Лагачева معذرت میخوام. بسیار آغاز خوب، یک مسابقه بسیار پرشکوه. هم تا جای ما خبر داریم تمام مخلصان و تمام اشتراکچیان مسابقه از سطح برگزاری مسابقه و عموما از استقبال و از شرایط فراهم شده برای این ورزشگران این رشته بسیار شاد بودند و خود دریای ورزاب ما و عموما منطقه ورزاب ما برای آنها بسیار دلچسب بود. اکثرا چی در مصاحبه با همکاران ما، چی در مصاحبه با تلویزیون های خارجی که اینجا نیز حضور داشتند و برای خود گزارش ها تهیه میکردند، ابراز می داشتند که قصد دارند حتی بعد از انجام این مسابقه هم برای مشق و تمرین های خود به منطقه ورزابی تاجیکستان بیان. زیرا بازم یک بار دیگر میگم چیزی که طبیعت میسازد و طبیعی است هیچ وقت به طور مصنوعی آن را ساختن در این حد نشاید. بنابراین دریای ورزاب که برای برگزاری این مسابقه بسیار مناسب است
به قول دل همه اشتراکچیان را ربوده است. و عموما نوروز بین المللی که چین نوروز در تاجیکستان ما حکم فرما است، بغیر از این که این دریای خروشان پرتلاطم دل این ورزشگران خارجی را ربوده است، همچنین طبیعت بسیار زیبای ما که در این فصل بسیار زیبا می شود دلپذیر گشته است و همه اشتراکچیان را مفتون کرده است. اکثرا این صحبت ها را در هنگام مصاحبه ها ابراز می دارند. ورزشگر دیگر از کشور روسیه اینجا در حرکت قرار دارد. ورزشگر بونو آلسو مینیازوف از کشور روسیه هست که این ورزشگر بانو اشتراکچی بازی المپی 2020 هست. البته 2021 برگزار شد ولی خود نام بازی المپی را بینید عوض نکردند. آلسو مینیازوف. عموما اگر بگیریم در میان اشتراکچیان این مسابقه باز هم یک بار دیگر تکرار شد. حالا براتون بعضی اطلاعات را ارائه خواهیم داد. اشتراکچیان چمپیونات های جهان هستند، بازی المپی هستند. از جمله بازی المپیاش همین آلسو مینیازوف از کشور روسیه می باشد که البته در اولین تلاشش چندان نتیجه خوب داشت. نتیجه اولش آلسو مینیازوف حالا که در به دست ما نتیجه آنها میرسد تقریبا در 1 دقیقه مسافه 200 متر را با 18 ثانیه عبور کرد و آخرین ورزشگر این رشته میان بانوان برای امروز ورزشگر بانوی است که تحت رقم 127 در حرکت می باشد. یکاترینا پیرووا از کشور روسیه یا فدراسیون روسیه اینجا حضور دارد. تحت رقم 127 هنرنمایی می کند و او هم زاده شهر مسکو پایتخت روسیه می باشد. آخرین نفری خواهد بود که میان بانوان در حرکت می شود. پیرووا یکاترینا بیست ورزشگر بانو علاقه دومین تلاششان را انجام میدن. فردا نتیجه نهایی جنبست خواهد شد، زیرا فردا نیز یک تلاش دیگر در مجموع 3 تلاش دارند. غالب و جایزه داران این رشته میانی بانوان معین خواهد شد. کایاک میانی بانوان в виде программы «Женский каяк». И сейчас на трассе мы ожидаем выступления каноистов. Начинается выступление 20-й позиции. یکاترینا پیرووا. بله حالا برای ما بینید علاقه کایاکی زنانه را بهترین ها را برای ما معین کردن. در 10 دانه بهتر نوش مارین 97 و 22 تا ثانیه مسافه را طی کرده است. بعد بینید تا 5 گانه بهترین همه بانوانی روس هستند. والنتینا سمیرنووا تاجیکستان در میان این همه بانوان روس در زینه سوم است با 101 و 97 تا ثانیه مسافه مسابقه را طی کردنش و در 5 تا سبقت قبلی یا در 5 زینه اول بهترین ها ورزشگر بانوانی روس بودند. و همینطور بعد قول آخرین سبقتی که امروز صورت میگیرد میان مردان هست. باز هم ورزشگر کشور هند اینجا در حرکت هست. از جمهوری هندوستان ورما بشال تحت رقم 128 هنرنمایی دارد. او هم علاقه تلاش اولش را انجام داد. در تلاش اولش حالا ما در اختیار داریم بعضی از نتیجه هایی در دستمان رسیده رو حالا برایتون در ادامه خواهیم گفت که بیشال هندی چی نتیجه رو در تلاش اولش
به دست آورد. ورما ویشال Итак, следующая спортсменка на трассе. Следующий спортсмен, прошу прощения, 129. Участник по номеру 129 это Джумабоев Достанбек из Узбекистана. Следующий участник наших соревнований. Это его вторая попытка, номер 131. Курбаналиев Шерзот, также атлет из بله دو تا Узбекистана. ورزشگر کشوری همسایه کشوری ما ازبکستان در حرکت هستند. قربانعلی شیرزاد. حالا آتابک هم یا اگر من توجه نکردم گذشته باشد باید میگذشت، اگر نه حالا در ادامه خواهد گذشت. بله از ازبکستان حرکت گذشته است. جومابویف دوستانبک و در حرکت هست و قربانعلی شیرزاد و همچنین تورارف آتابک. سه ورزشگر ازبکستان Следующий اینجا атлет номер اشتراک 132. خواهند کرد. Атлет из Таиланда попросил называть его Нун. آنگهت ننپر از کشوری تایلند هم حالا با ننتیپات معذرت میخوام، ننپر نیست، در حرکت از کشوری تایلند. همین ورزشگری که شما چهره او کیچی خیخرانی اش رو میبینیم قربانعلی شیرزاد است. ورزشگری کشوری ازبکستان سال 2004. سرعت زیاده ندارد ولی هموطنی او تورارف آتابک سرعتش بهتر. به هر حال با این که با دروازه ها بر میخورد و صاحب 2 ثانیه جریمه می شود ولی سرعتش نسبت به شیرزاد بهتر است. تورارف آتابک از کشور ازبکستان. در ازبکستان هم نوروز ما بسیار زیبا و پرشکوه مثل تاجیکستان تجلیل می شود و این ورزشگرهای کشور ازبکستان آمدند که نوروز بین المللی رو با ما در رودخانه یا در دریاچه فرزاب تجلیل کنند. سالی گذشته بود ما البته در همین دور و زمان آمادگی و چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری در شاهراه بودیم که نوروز بین المللیمان رو با یک مسابقه بسیار پرشکوه دیدنی در جاده ها تجلیل کردیم. حالا در رودخانه هایمان یا در دریاچه های هم تجلیل کرده ایستادیم همراه با کشورهای اشتراکی. 7 کشور اشتراکی در اولین مسابقه بین المللی ما اشتراک دارد و مطمئن باشد در سالهای بعدی تعداد کشورهای اشتراکی زیاد خواهند بود، زیرا حتما این آب شخ، این آب پرتلاطم، این دریاچه و این منطقه بسیار زیبا نه تنها توریستان را جلب میکنند بلکه ورزشگران همه نقاط عالم را جلب خواهد کرد. حتما ورزشگران روس، قزاق، هند، تایلندی خبر و عموما احساسات خودشان را در کشورهای خود نیز بیان خواهند کرد تا در جلب بیشتری کشورها به مسابقه بین المللی مساعده خواهند کرد. ورزشگر کشور ازبکستان در حرکت هست. آتابک، تورارف و می‌بینیم که نفر بعدی که به حرکت در آمد. نفر بعدی هم در اینجا ورزشگر کشوری تاجیکستان دانیل زانیاتین است که تحت رقم 138 به حرکت در آمد و به اولین دروازه‌های
نصب شده در مسیر حرکت رسیده و عبور کرده ایستاده است. خوب عبور کرد. اگر فکر میکنید که بسیار آسان است و به همین سادگی است که در این موج پرتلاطم با قایق خود یا کانوی خود در حرکت باشید، خطا میکنید. اینقدر آب به این طرف و آن طرف میپیچاند که موج بازکت میاندازد، گویم هم میشود. بسیار خوب عبور میکند ورزشگر نماینده کشور تاجیکستان دانیل زامیاتین، سال 2006 تولدش هست. از این دروازه هم بدون مشکل عبور کرد. برخورد با دروازه سبز هم ندارد. دانیل زامیاتین از تاجیکستان و از پشت سر او در حرکت است ورزشگری کشوری روسیه. همچنان ورزشگری تاجیکستان را ما با شما مشاهده میکنیم. زامیاتین دانیل 200 متر مسافه مسابقه است. 18 تا دروازه و این هم آخرین دروازه است. همچنان که می‌بینید البته پیش از این باز در این طرف باید یک دروازه 17 که سرخ است و باید عبور کنند. دروازه هایی که سرخند همچنان که می‌بینید با چرخیش از آن عبور میکنند، مستقیم نمیتونن عبور کنند و این هم آخرین دروازه و سرعت می‌افزاید دانیل زامیاتین تاجیکستانی. و ببینیم که پس از انجام آیا در 10 دانه بهتر حداقل قرار میگیرد یا نه نماینده تاجیکستان. ماکسیم پالیشوک تحت رقم 141 از کشور فدراسیون روسیه در آغاز مسیر قرار دارد. پالیشوک ماکسیم هم در این سبقت علاقه به حرکت در آمد. همین پالیشوک ماکسیم رو با هم مشاهده میکنیم. شما جریان آب و موجهای آب رو بینید و غیر از این که زیبایی خاص دارد. برای ورزشگران این زیبایی مشکل و ساز است، ولی آنها همین زیبایی را دوست داشتند و به این رشته ورزش آمدند. مطمئنم در سالهای بعدی با تماشای این رشته و این سبقت ها مخلصانی سبقت های سلالومی، کایاک و کانوی در تاجیکستان نیز افزایش خواهند یافت. و باید بدونید که این قایق هایی که آنها دارند و آن را به پیش میرانند وزن زیادی ندارند. اگر خطا نکنم از 4 تا 6 کیلوگرم وزن دارند. به هر حال چیزی که من پیدا کردم وزن زیادی ندارند. خوب براتون در دوامی همین مسابقه یک بار اشاره کردیم که در طول این مسابقه ما تعداد زیادی از ورزشگران نامدار سطح جهانی را داریم و برایتان اگر ضرور باشد بعضی از آنها را نامبر میکنیم. حالا که نوبت نماینده تاجیکستان چندان نزدیک نیست. برای مثال اگر برایتون بگویم در هیئت دسته رسمی مثلا نیکیتا گوبینکا که در اینجا در حرکت بود و همین ماه گذشته هم زادروزی داشته است، غالب مرحله های گوناگون جام جهان در این رشته بوده است. همچنین اشتراکی چمپیونات جهان و چمپیونات اروپا و چندین بار چمپیون
راسیا هست. نیکیتا گوبینکا هم دسته همین شیپینوف ندیمید که حالا در حرکت شد. دمیتری لاباسوف باشد، او هم سال فولدش 2000 هست، победитель یا غالبی اسپارتاکیادهای راسیا میونی دانش آموزان بوده است، دانشجویان بوده است و در چمپیونات‌های راسیا و جام راسیا و غالب برآمده است و اشتراکی چندین مسابقه بین‌المللی غیر از این مسابقه که ما امروز در شهر دوشنبه داریم باشد. دمیتری خرمسوف که ما دیدیم در اینجا آخرین نفری بود که به حرکت پرداخته بود، او هم جایزه‌دار چمپیونات اروپا و چمپیونات جهان در سال 2019 است و چندین مسابقه اروپایی را هم میان جوانان به دست آورده است و در سبقت‌های دستاویز غالب بوده و چندین چمپیون راسیا و عموما جام راسیا در سالهای گوناگون بوده است. و یکی از دیگر بانوانی که حالا اگر به بانوان توجه کنیم در هیئت دسته منتخب راسیا دستپرور میخائیل کوزنتسوف و دمیتری لاریونوف که جایزه‌داران بازی المپیک در سال 2008 هستند در رشته کانوی و دو نفره اولگا گوزدیوا اشتراک میکنند در روزهای بعدی بازی به هر حال نزدیک میشیم به ورزشگری که از نام تاجیکستان برآمد میکنه تحت 150 ولی در هر صورت حالا اینجا ایوان گریگورف از فدراسیون راسیا در حرکت هست. و همچنین که برنده میدان اعلام میکند او در اولین تلاشش در زمین پنجم جای گرفته است. بسیار نتیجه خوب داشته است ایوان گریگوری. همین نفری که حالا ما و شما رو مشاهده میکنیم، حالا نتیجه دومش اگر از نتیجه اوانش بهتر شود مطمئنا به جایزه‌دار تبدیل میشود این ورزشگر، زیرا الکی در پنجگانه در تلاش اولش هست و هنوز در میانه راه است. رویم هم می شود زیرا Очень такая творческая нация, очень поющая. Еще раз хочу похвастаться тем, что мне совершенно вашему покорному слуге удалось удачу, удалось сохранить в рамках несколько дней назад в не что-нибудь, а Кармен. و بینیم نفر دیگر به سبقت آغاز میگردد. سبقت را آغاز میدهد فداسوف الکسی از شهر مسکو از پایتخت راسیا در حرکت است. به دروازه سیوم الکی عبور کرد. Сейчас мы посмотрим его финишный протокол. Ага, Федосов Алексей, город Москва. 10-й результат по результату. در 10 گانه حضور داشته هستند چون که برنده میدان اعلام میکند، چون آنها در دست الکی نتیجه اولی تلاش اولی ورزشگران مرد را در کانوی یک نفره دارند. خیلی می‌دونم اینجا دریای ورزاب است و منطقه خوش آب و هوای ورزاب و فضای نوروز و مسابقه بین‌المللی که اصلا مسابقه ورزشی یکی از بخش‌های جدا نشدنی هر بزم ورزشی و هر جشن ورزشی در هر دهه و هر ناحیه و هر ولایت و هر کشوری که هم اکنون این نوروز بین‌المللی را جشن می‌گیرد. بله، و نماینده تاجیکستان هم اکنون وارد سبقت می‌شود. دمیتری شویتسوف است. سال 2003 جوان است هنوز و به یاد بگیریم که نتیجه او رو و اینجا باز هم برخورد با دروازه میکند و به قول ما عیب است که یک چنین فرصتی خوب رو برای معرفی تاجیکستان در یک چنین دریای پرجوش و خروش و پرتراکمش از دست داد. 2 ثانیه دیگر رو از دست داد. به هر حال اینجا از دروازه سرخ و خوبی عبور میتونن از این بود برسد، اما نه. دمیتری شویتسوف دمیتری شستاکوف است. همین ورزشگری که میبینید و
نمایندگی از تاجیکستان اینجا هنرنمایی دارد. عبور کرد به هر حال بدون رسیش به دروازه ها. کمی سرعتش کاسته شد، حتما خسته شده است. و ورزشگر کشور روسیه اریخوف یوانیز به سبقت پرداخت و انجام سبقت نماینده تاجیکستان دمیتری شستاکوف بود که به انجام رسید و تحت رقم 152 کیریل گوبریف در حرکت هست. تعداد اندکی ورزشگران باقی ماند که دومین تلاششان را صورت بگیرد. حالا امروز نتیجه هایی که به دست میاریم نتیجه های اولیه است. در روزهای بعدی مطمئنا ما باز این سبقت ها را ادامه خواهیم داد و غالبانی هم کیک میانی بانوان در سبقت های انفرادی و هم کنای میانی مردان در سبقت های انفرادی را فردا معاین خواهیم کرد. امروز پاپوف الکسی و آنهایی که در این سبقت اشتراک داشتند تقریبا میشود گفت در مرحله انتخابی و مرحله خدماتی قرار داشتند، ولی مهم این است که همه این نتیجه ها جنبست میگردد و پس از تلاش سیمی که فردا صورت میگیرد والیبال این رشته ورزشی معین میشود. بله واقعا هم اگر همین گونه هر سال ما یگان مسابقه بین‌المللی رو با اشتراک کشورهای خارجی در تاجیکستان برگزار کنیم، هم معرفی کشوری ما خواهد بود، هم همان نمود رشته ها در کشوری ما رشد خواهند کرد و هم افزون بر این همه تاجیکستان مکان برگزاری مسابقه بین‌المللی می‌گردد که نشان از رشد، شکوفایی و صلح و امانی در کشور ما است. در یگان کشوری جنگ زده یا در یگان کشوری که ثبات و امنیت ندارد مسابقه بین‌المللی برگزار نمی‌شود و ما باید به شکرانه این همه نعمت‌ها که صلح داریم، امنیت داریم و در کشورمان آزاد و آرام حرکت می‌کنیم و چنین مسابقه‌ها رو برگزار می‌کنیم شکرگزار باید بود. پاپوف الکسی هست که حالا عبور کرده است. در اون کنارها اون نفرانی که می‌بینید در بالای قایق‌ها ایستادن آنها یاری تاجیکی هستند. اکثرا هم در کنار دریا در بیرون از دریا بیم هم در داخل دریا تعداد یاری تجری گذاشته میشد تا ورزشگران بتوانند که در آنجا نتیجه های نظررس را نائل گردند یا اگر آسیبی دیدن آنها را نجات بدهند. И мы ожидаем, конечно, от Михаила Игоря во второй попытке более, так скажем, осмысленного выступления, осмысленного результата. ورزشگر کشوری روسیه کارلانتسف الکساندر در حرکت هست از ولایت سوردلوفی روسیه. سال تولدش سال 2002 20 ساله است. هنوز جوان این ورزشگری که می‌بینیم در نیمه راه قرار دارد و جاده دشوار است. می‌خواهد از دروازه ها بدون مشکل عبور کند. هنوز باز هم از دو دروازه سرخ باید عبور کند. و به تحت موسیقی تاجیکانه اگر در اینجا ورزشگران در حالت راندن قایق‌ها باشند، در کنار مهمانان خارجی هم از موسیقی تاجیکی و وجد می‌آیند. از طبیعت تاجیکستان، از محیطش، از بهارش، از جشنش همه لذت برده ایستادند. پاول کواتوف است که یا کاتوف است که در اینجا در حرکت هست. میشود گفت که سه نفر دیگر پس از پاول در حرکت خواهند بود و هر سه نفر هم از فدراسیون روسیه میشد. گفتیم که هیئت فدراسیون روسیه مکملترین هیئت است که در این مسابقه اشتراک میکند و عموما هیئت منتخب است در اینجا اشتراک دارد و مستقیما پس از
مشق‌های دست جمعیشان از امارات متحده عرب و این مسابقه آمدن تا هنر و مهارت خود را اینجا بسنجند. البته کمی هم باشد آب برای ورزشکاران سردتر است، ولی این فصل بهار است و سردی و گرمیش و زیباییش می‌سازد. میخائیل کروگوف از شهر سنت پترزبورگ است، یکی از دیگر ورزشکاران فدراسیون روسیه است که در سبقت‌های یک نفره کانوئینجا اشتراک دارد و دیدیم که نتیجه هاش практически в 4 секунды от второго места от хорватцев کروگوف در زینه دوم بود است و نهایتا میخائیلوف هم با حرکت در مورد از فدراسیون روسیه باز هم ایگور میخائیلوف صاحب جام فدراسیون روسیه آید با همین رشته کانوئه بوده است و از دروازه‌های تایید کرده داوران عبور داد. خب از این دروازه هم به طور تازه عبور کرد. تازه به این معنا که وقتی که اگر ورزشکار یگان خطاگی انجام ندهد میگویند که با صفر خطاگی عبور کرد از همه دروازه ها و یگان 0 ثانیه هم علاوه نمیشد، یا به این منظور است که 0 ثانیه به نتیجه و دستاوردش علاوه خواهد شد، چون یگان اشتباه در حرکت او دیده نمی شود و دمیتری خرمسوف در حرکت هست و این هم ایگور میخائیلوف هست که بعد از او یک نفر دیگر در حرکت می شود و ما خواهیم دید که امروز چه نتیجه هایی در اختیار خواهیم داشت. برای در به هر حال باز هم در 10 گانه برتر حتما ورزشکاران روس هستند و بله همه‌شان روس هستند و جز یک نفر که ویکتور تریتیاکوف. به هر حال در 5 گانه بهتر هست خرمسوف دمیتری، میخائیلوف ایگور، کروگوف میخائیل و خرلمسف الکساندر کورتوف پاول. و این هم فضای نوروزی تاجیکستان با شما امروز ما خیر خوش میکنیم، ولی این انجام کار نیست، زیرا فردا نتیجه نهایی این سبقت ها معین میگردد و شما شادی و پیروزی تمنا میکنیم و نوروزتان مبارک باشد. Женский каяк и мужское каноэ. Сейчас, как говорится, мальчики меняются с девочками. Сейчас мальчики садятся в байдарки, девочки садятся в каноэ. И совсем скоро стартует второй поток. ایام نوروز است و در سراسر جمهوری تاجیکستان نوروز را با مسابقه‌های ورزشی تجلیل می‌کنند و چون نوروز تاجیکستان یا نوروز تاجیکان نوروز بین‌المللی شد، ما هم در شهر دوشنبه با ابتکار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مسابقه بین‌المللی تاجیکستان سلالوم اوپن را برگزار می‌کنیم که در آن ورزشکاران 7 کشور با هم نیرو می‌سنجند و همکنون در بخش دومی سیومین روز مسابقه‌های تاجیکستان سلالوم اوپن ورزشکاران مرد بین هم در رشته کایاک سلالوم نیرو می‌سنجند. باز هم در منطقه خوش آب و هوا و خوش منظری ورزاب هستیم و این هم اولین اشتراکی امروز ما در رشته کایاک میان مردان با سبقت آغاز کرد که آن هم سادولوف سمندر می باشد. این ورزشکار سال 2005 تولد شده است و از جمله آن ورزشکاران است که برای جایزه های این مسابقه تلاش خواهد کرد از هیئت منتخب ازبکستان و او الکی چندین دروازه رو عبور کرده گذشت. در مجموع در این سبقت که معمولا سبقت های سلالوم کسبی از 18 تا 25 تا دروازه دارند، اینجا ما در تاجیکستان همچنان که در شرح قبلی گفتیم 18 دروازه تعیین کرده شده است. 6 تا از این دروازه ها دروازه های سرخ و سفید
سفید هستند و 12 تای مابقیش باشد سبز و سفید هستند که طبق روال معمول در رشته کایاک ورزشگران باید از داخل این دروازه های تعیین شده عبور کنند و همکنون میبینیم که ورزشگر ازبکستان در دروازه 13 بود و به دروازه برخورد و این الکی برای او 2 ثانیه جریموی در نظر گرفته می شود. سمندال سیداللهیف از کشور ازبکستان است. بسیار دشوار است در این آب و هوایی که امروز به خصوص نزدیک قبل از این مسابقه مدت رقابت رو متوقف کردن، زیرا هم سرعت آب زیاد بود، هم خود آب بلند بود و هم آب و هوا کمی نامساعد بود. ولی در هر صورت حالا باز عبداللهیف حیاتبک ورزشگر دیگری ازبک را میبینیم که سومین نفر شده به حرکت در آمده است. قبل از این البته یک نفر دیگه هم تحت رقم 162 نسکوف دمیتری از کشور قزاقستان حرکت کرده بود، ولی چون نوروز عید مشترک ما و ازبکستان هست، در ازبکستان هم مثل ما تجلیل میکنن. همکنون ما حیاتبک عبداللهیف را میبینیم که از دروازه های تعیین شده عبور میکنند و نهایتا سیداللهیف سمندر از خط نهایی عبور کرد. تحت رقم 164 همکنون از خط آغاز کلتوویچ اندری، یکی از بزرگسالترین اشتراکچیان این سبقت وارد نیروسنجی می شود و ببینیم که اینجا حیاتبک یک بار در آب غوطه‌ور شد و از جایش بلند شد. مشکلی در آن است که وقتی از آب این گونه نتوانست خودش را اداره کند، یکی از دروازه ها را احتمالاً میتواند از دست بدهد و ببینید مجبور شد رفته از بین آن باز دوباره بگذرد از بین دروازه 13. خب درباره ورزشگر کلتوویچ اندری صحبت میکردیم که یکی از بزرگسالترین اشتراکچیان این ورزش هست در این تاجیکستان سلالوم اوپن. همین قبل از این بود و البته اینجا منگجت جانیاووت است که از کشور تایلند در هیئت منتخب این کشور آمده است و در رشته کایاک میان مردان و سبقت‌های انفرادی اشتراک میکنند. برای ما متاسفانه اندری کلتوویچ را تا کنون نشان ندادند تا یک بار ببینیم که این مرد بزرگسالترین این نیروسنجی چی حال و احوال دارد. سال 1985 از 37 سال است. برای یک چنین ورزش خیلی سنی سالی بلند محسوب میشد، زیرا این ورزش پرشدت و اکستریمالی دانسته میشد. به هر حال منگجت جانیاووت را با هم دیگر تماشا میکنیم که نسبتا جوانتر هست از شایگری تایلند. به ترتیب هر کدام از ورزشکاران 45 ثانیه پس از آغاز یا نقطه آغاز به حرکت در میان. برای همین هم ما همه ورزشکاران را نمیتوانیم آغاز سبقتشان را برایتان نشان بدیم، ولی هر کدامی را که رسیدیم برایتان شرح خواهیم داد. تقریبا در میانه راه هست منگجت جانیاووت و هیچ از دروازه تعیین شده عبور کردنش دشواری کشید. به هر حال عبور کرد، با یک دودیلگی حرکتش ادامه دارد. بالتابویف شهابالدین باز هم از ازبکستان هست. سومین ورزشگر ازبکستان است که در آغاز با حرکت در آمدن. خب حالا ببینیم که از دروازه نوبتی چگونه عبور میکند. بدون رسیش به دروازه گذشت بالتابویف شهابالدین. به نظر میرسد چند تا بله شهابالدین است که در حرکت هست. من یک لحظه فکر کردم که چند لحظه پیش از خط نهایی عبور کرد. با این سرعت عبور کردن نمیتونه. در هر صورت حدودی
1.5 دقیقه ورزشگران پیش میرن، ولی اینجا با دروازه سبز برخورد و 2 ثانیه. اگر داوران رو برای ما در آن بالا نشان بدن، حتما در دستشان کارت زرد بالا میکنند و یا اینکه اگر کارت زرد ندارند 2 انگشت بالا اشاره خواهد شد و داور اساسی این برخوردها به دروازه رو به حساب میگیرد. خب اینجا رو بسیار خوب عبور کرد و در برخورد با دروازه سرخ هم برخورد داشت. اینجا نیز 2 ثانیه دیگر به مهلت و زمان او افزایده می شود. لاپیکوف دانیلا از کشور روسیه هست که گفتم یکی از قوی ترین هیئت های این منتخب از همین منتخب های روسیه هستند که اینجا حضور دارند. سال 2008 شاید از جوانترین اشتراکیان باشد، ولی نه، هنوز جوانترین از قزاقستان یک نفر بود. اگر خطا نکنم سال 2009 در آنده شاید ادامه او را ببینیم. سال 2008 لاپیکوف دانیلا تحت رقم 169 هنرنمایی دارد، از شهر سنت پتربورگ است و در مکتب ورزشی زنامیا مشق و تمرین میکند. همچنان لاپیکوف دانیلا را برای ما و شما پیشنهاد دارند از دروازه ها به ترتیب عبور کرده ایستاده است. ببینید چگونه جریان آب پرتلاطم است. ورزشگرانی با تجربه و با مهارت روس رو هم حتی با مشکل دوچار میکند و عموما به گفته خودی همین ورزشگرانی که همکاران ما با آنها صحبت داشتند، برای آنها این گونه راه های دشکل یا مشکل یا مسافه های مسیر مشکل دریایی پسند است، چون حد اکثری توانشان را اینجا به کار میگیرند و خودشان را صیقل میدهند. واقعا هم ببینید در زمان شوروی بیهوده اینجا رو برای مشق و تمرین ورزشگران سابق اتحاد شوروی انتخاب نکرده بودند، چون واقعا هم جای مناسب است. ریازانوف نستر از کشور قزاقستان وارد سبقت گردید تحت رقم 171 در رشته کایاک. کایاک همین است که چوبه در دستشان بوده قایق ها این دو طرف است، یعنی با دو دست میرانند، ولی در کنوی یک جانب است. پس از این حرکتی یا تلاش اول بانوان رو در کنوی میبینیم، چون در بخش اول که قبل از نصف روزی بود بانوان در کایاک بودند، مردان در کنوی، حالا عوض شد. و باز هم یک ورزشگری دیگر ازبکستان هم اکنون وارد سبقت می شود. بهرانوف روشن، ورزشگری 21 ساله ازبکستان از همسایه کشوری ما است. همکنون تا اینجا چهارمین ورزشگر ازبکستان است. پنجمین ورزشگر ازبکستان است که به سبقت پرداخت در رشته کنوی. معلوم است که کایاک معلوم است که مشتاقان و دوستدارانش در ازبکستان زیاد بوده است. از داخل این دروازه سرخ باید عبور کنند و از داخل دروازه زرد هم ببینید به ترتیب باید عبور کنند. دروازه سرخ در تحت رقم 12 بود، دروازه سبز 13. به همین ترتیب هم ورزشگران باید از دروازه ها عبور کنند. و این هم پوتنسف باگدان هست که علاقه به سبقت آغاز کرد. تعدادی ورزشگران روس همچنان که گفتیم بسیار زیاد هستند و حالا که بعد از نصف روزی است آب و هوا باز هم مناسب تر است، یعنی ورزشگران حداقل از آب سرد که بیرون می آیند گرمی آفتابی تاجیکستان قلب و ضمیرشان را گرم میکند. 2 تا ضربه از سوی این ورزشگر از قزاقستان پوتنسف باگدان با دروازه ها برخورد. البته همان 2 ثانیه را فقط کم 2 ثانیه با او جریمه‌ای داده می شود، زیرا از هر دروازه حداقل 50 ثانیه و حداقل 2 ثانیه و حداکثر 50 ثانیه
جریمه به ورزشگر اختصاص میاد یا تنبیه داده می شود گوییم بهتر. این هم نمای کلی از جاده هست که ورزشگران چگونه حرکت میکنن. باز هم برخورد ورزشگر و سرازیر شدنش در آب سرازیر شدنش مهم نیست. مهم این است که دروازه ها را از دست ندهد. و ببینید این علاقه ورزشگر دروازه را کاملا از دست داد و ادامه رقابت برایش برای جایزه ها تقریبا ناممکن هست. و این هم آکچین سرگی از جمهوری التای روسیه هست. سال 2007 تولدش او هم سرازیر شد یک بار، ولی در هر صورت سبقت رو ادامه داده است، در حالی که ورزشگر قزاقستان پس از سرازیر شدن علاقه یک دروازه رو از دست داد. آکچین سرگی رو با هم دیگر هنر و مهارتش رو تماشا میکنیم تحت موسیقی های تاجیکی و تحت فضا و هوای تاجیکی اینجا به سبقت پرداختن. واقعا هم رشته دیدنی و عموما برای مشغول شوندگانش نیز برای دوستدارانش نیز جذاب خواهد بود. همکنون همچنان آکچین سرگی رو برای ما و شما نشان میدم که در دروازه دهم قرار دارد. پس از دروازه سرخ دروازه سبز را هم عبور کرد، بدون مشکل پیش آمد. من فکر میکردم که در سبقت های کنایه هم کایاک هم همان های اشتراک میکنم که در کنایه بودن، ولی اینجا ببینید تعداد هم بیشتر هست، هم ورزشگران نو و دیگر اشتراک دارند، چون هر کدام از این ورزشگران امکان دارند در هر نمودی از این رشته های ورزشی هم کایاک و هم کنایه هم دستوی و هم دو نفری هنرنمایی و هنرسنجی کنند. ورزشگری نوبتی هم این ساکاتون ارتیوم از فدراسیون روسیه باز هم در سبقت هست. سال تولدش 2006 و بدونیم که با یکم دروازه حداقل برمیخورد یا نه. خیلی با سرعت بلند حرکت کرد آکچین سرگی، ولی یک بار سرازیر و یک بار دیگر هم با دروازه ها برخوردش رو ما دیدیم که از او امتیاز و مدت زمانی او افزوده می شود. 2 ثانیه ببینید باید در کوتاه‌ترین فاصله و یا زمان این مسافه 200 متر رو سپری کنی، همون وقت غالب میگرده. ولی وقتی که با دروازه برمیخوری باز 2 ثانیه دیگر به وقتی تو علاوه کرده میشه، با وقتی به دست آوردد و با وقتی حق و حلالت بگوییم بهتر. مطمئنا پس از این مسابقه تعداد دوستداران این رشته که برای مشق و تمرین به این منطقه میان زیاد خواهد بود. علاقه خودی همان اشتراکچیان مسابقه ابراز داشتند که آنها حتما برای مشق و تمرین و عموما برای استراحت هم حتی به منطقه ورزاب باز میگردند. لوکیانوف کنستانتین در اینجا با سبقت آغاز کرد از کشوری سنت پتربورگ است و پس از آسیپوف دانیل ورزشگری نماینده تاجیکستان هم وارد سبقت خواهد شد تحت رقم 181 است، یعنی پس از یک نفر دیگر که 45 ثانیه پس هر کدام از ورزشگران بدون توجه به نفر قبلی علاقه به نیروسنجی آغاز میکنند. برخورد ورزشگر لوکیانوف کنستانتین با دروازه سرخ رو دیدیم. از او علاقه 2 ثانیه دیگر جریمه‌ای اضافه کرده می شود به نتیجه که در نهایت به دست می آورد و همین ثانیه ها برای کسب مقام افتخاری می تواند حل کننده باشد، چون 1 ثانیه هم علاقه غالب را از مغلوب فرق می گذارد. لوکیانوف کنستانتین هست.
و دروازه 13 بود خطا نکنم اگر نزدیک شد گذشت. چگونه باید بر مقابل جریان حرکت کنید تا از دو دروازه سرخ عبور کنید. فرق دروازه سرخ و سبز رو برایتون گفتیم که دروازه سرخ رو مستقیم عبور میکنی و این هم نماینده تاجیکستان زمیاتین دانیل است که از دروازه ها عبور میکنند. ببینید همین که با پشت میخواد از دروازه ها میگذارد هم علاقه به نفعی دست خود ورزشگر است. از جمله همین دانیل زمیاتین که نماینده تاجیکستان در این مسابقات هست از این دروازه عبور کردن نتوانست، چون اگر عبور نکند 50 ثانیه با مهلت یا زمانی به دست آوردنش افزوده میشد. برگشت و از این دروازه هم گذشت، از داخلی دروازه منظور. ورزشگر تاجیکستان رو مشاهده میکنیم که از دروازه ها چگونه عبور میکند. یک دروازه رو نزدیک بود از بیرونش عبور کند و اینجا باز یک برخورد دیگر با دروازه سبز و 2 ثانیه دیگر با زمانی به دست آوردی و افزوده می شود. باز هم از دروازه سرخ که اساساً دشوارتر است عبور کردن از آن. زمیاتین دانیل از تاجیکستان هست. سال تولدش 2006. این ورزشگر از جانب تاجیکستان برآمد میکند و علاقه کرتیکوف آرتیوم از فدراسیون روسیه هم وارد سبقت شد. تعداد اشتراکچی‌ها بسیار زیاد هستند. 45 نفر در این نیروسنجی از میان مردان در سبقت‌های کایاک انفرادی اشتراک دارند که تعدادی از همه بیشترین در همین رشته هست. خب کم کم ورزشکاران از خط نهایی عبور میکنند. آرتیوم کرتیکوف ورزشکاری دیگر از خط آغاز به حرکت در اومد. چورین آناتولی همچنان که برنده میدان اعلام کرد، برنده سبقت اعلام کرده از ولایت سوردلوفسکی فدراسیون روسیه هست. کرتیکوف آرتیوم رو مشاهده میکنیم که از منطقه بسیار دشوار عبور کرد. برخورد با دروازه داشت و نماینده دیگری تاجیکستان دمیتری شستاکوف با حرکت در آمد. تحت رقم 185 بیاد او رو مشاهده میکنیم. شاید نسبت به دانیل شستاکوف معذرت میخوام به دانیل زمیاتین بهتر عمل کنند و برای تاجیکستان یگان جایزه یگان نتیجه بهتری رو به دست بیاورد. دمیتری شستاکوف دقیقاً 20 سال است و با نمایندگی از تاجیکستان هنرنمایی کرده است. دست این نفر تحت رقم 86 باشد. گیورگی دبرینین با حرکت در اومد. دبرینین است. برای ما نشان دادن که شستاکوف دمیتری در کدام موقعیت فعلا قرار دارد. این ورزشگر پس از او در حرکت بود. حتما در دروازه 12 است شاید یا نه. اونجا یاری تعجیلی ایستاده است در دروازه 12. بله این هم همان
شستاکوف دمیتری است که از خط نهایی عبور کرد. ورزشگری تاجیک نتیجه ها را در انجام جمع‌بندی میکنند. اگر جریمه شده باشند با وقتی آنها ثانیه های جریمه‌ای علاوه کرده می شود. از هر کدام دروازه‌ای که عبور نکرده بگذارند 50 ثانیه با وقتی آنها افزوده می شود. دانیل وخروشف از فدراسیون روسیه تحت رقم 187 حالا در حرکت هست. دو نماینده تاجیکستان رو معالکه دیدیم که به حرکت در آمدن. همین دو نفر هم ما رو در سبقت های کنوی یک نفره انفرادی میان مردان قبل از نصف روزی نمایندگی کرده بودند. دانیل وخروشف رو برای ما شما نشان میدن. او هم از ولایت سوردلوفسکی فدراسیون روسیه است. ورزشگری 18 ساله، جوان و شاید امید بخش و آینده دار است. ارتیوم گالادجانس است در اکران های شما. بازم ورزشگری بسیار جوان، 18 ساله است. او هم از شهر سنت پترزبورگ روسیه می باشد و نفری بعدی هم اینجا آماده حرکت می شود. اندری مدویدیو یکی از منطقه‌های مشکل گذر را عبور کرده ایستاده است. 8 کیلوگرم وزن دارد قایق‌های این ورزشگران. یک نفرش خوب عبور کرد. اینجا فرصتی خوب را به دست آورد. کدام یکی از ورزشگران حالا از خط نهایی عبور کرد متاسفانه ندیدیم. بله، اندری مدویدیو تحت رقم 189 از منتخبی روسیه همکنون به سبقت پرداخته است. بسیار مشکل است. اولا که باید پرسرعت حرکت کنید، دوم اینکه با موج آب و با تلاطم آب مبارزه برای، سوم که در بالای قایق باید بتوانی بایستی وگرنه سرازیرت میکند و از چند دروازه عبور میکنید. این همه کوشش تلاشت بیفایده خواهد بود. و این هم زیابلیتسی فیودور از جمهوری التای روسیه است که نفری بعدی گردید. از خط آغاز به حرکت در آمد تحت رقم 191 زیابلیتسکی فیودور. دروازه سرخ مشکلش این است که باید بیچرخی و از سمت راست وارد آن دروازه شوید، در حالی که با دروازه های سبز به طور مستقیم از آن فقط عبور کردن لازم است و خلاص نسبتا آسان تر است. ولی فرق دروازه های سبز از سرخ در این است که دروازه سبز در مسیر و جریان آب پرسرعت قرار دارند، اما دروازه های سرخ را همچنان که می‌بینید در جاهایی که آب در حرکت نیست قرار دارند، ولی راه رفتن به آنها دشوار است. زیابلیتسکی فیودور همچنان تلاش اولش رو انجام داده ایستاده است. باید قید نماییم که بعد از نصف روزی مردها همکنون در کایاک هنرنمایی دارند یا هنرسنجی دارند. بانوان پس از این در رشته کنوی در همین مسافه و با همین تعداد مانعه ها در حرکت می شوند. قابل ذکر است که امروز روز سیوم تاجیکستان سلالوم اوپن است یا تاجیکستان سلالوم اوپن هست، چون در روز اول آن که روز کشاده شوی آن هم بود ورزشگران در کل جوانان از روی سبقت های کلاسیکی کنوی و کایاک و همچنین کروس کنوی با هم نیرو سنجیدند که آن هم نکته جالب خودش را داشت.
بیشتر اکستریمالی یا پرشدت بود و این ورزشگر رو می‌بینیم که با اکثری دروازه‌ها بر می‌خورد. این ورزشگر هم از کشور فدراسیون روسیه ولادیمیر کامشکوف هست که اکثرا با دروازه‌ها برخورد دارد. اینجا را خوب عبور کرد. خود همین برخوردها هم اگر برخورد هم نکند در پروتکل مسابقه ها ثبت می‌گردد، با خاطر که در آنجا می‌نویسند که 0 ثانیه جریمه، یعنی همه جا را درست عبور کرده است. یک رقمی 0 در روبروی آن جایی که جریمه یا خطاگی ها نوشته می شود گذاشته می شود. خب ورزشگری دیگر رو می‌بینیم تحت رقم 195 کازاکوف کنستانتین، باز هم از آلتای، از ولایت آلتای یا جمهوری آلتای فدراسیون روسیه هست. دستپروران اموسوف، واژاکوف و کازلوف هستند. این اشتراکچیانی که از جمهوری آلتای اشتراک دارند اومد از چندین منطقه‌های گوناگونی فدراسیون روسیه اشتراک دارند. یکی از جمهوری آلتای، از شهر سنت پترزبورگ، از شهر مسکو، از ولایت ماسک و از ولایت سوردلوفسک و از برخی منطقه‌های دیگری روسیه در این مسابقه ورزشگران و هنرنمایی می‌پردازند. کازاکوف کنستانتین است. جریان آب رو بینید و تلاطم آب رو بینید چگونه ورزشگر رو به هر طرف هوا می‌دهد. کازاکوف کنستانتین با دروازه‌های آخر نزدیک شد. معالکه دروازه رقمی 17 را از این پشت ببینیم و در ثانیه‌های آخر هر چی سرعت را بیشتر کند همونقدر هم به نفعش است. البته هنوز معلوم میشد به دروازه نهایی نرسیده است. باز یک دروازه دیگری سرخ باقی مانده. دو دروازه در موازی هم قرار دارند و دانیل کودریافسف باز هم ورزشگری فدراسیون روسیه است. از شهر سنت پترزبورگ گفتیم، از پایتخت دومی شهر فدراسیون روسیه. اداره کردن موازنه در یک چنین حالت‌ها بسیار کاری دشوار باید باشد، بخصوص در رشته کنویش. حالا باز در رشته کایاک بینید چوبه دو پهلو دارد و با دو پهلو میشود بهتر قایق خود را اداره کرد، ولی وقتی که کنوی هست باز هم دشوارتر خواهد بود در یک چنین تلاطمی اداره کردنی. کنوی و همینطور ما دیدیم که ورزشگر کودریافسف دانیل از خط نهایی گذشت. همگی 6-7 نفری دیگر موندند. پاسپیلوف اندری تحت رقم 199 در رشته کایاک میانی مردان هم اکنون به نیروسنجی آغاز کرد. و با گفته برنده میدان هم باز در ادامه ورزشگران حالا در سبقت قرار میگیرند که داوطلبان اساسی این مسابقه بین المللی هستند و این هم پاسپیلوف اندری هست که حالا بینید از مانیه ها بسیار خوب عبور میکند بدون مشکل. دیدیم تا اینجا هیچ برخورد با یگان دروازه نداشت یا با مانعه نداشت. از این دروازه هم بدون مشکل عبور کرد. اندری پاسپیلوف
دروازه 16م، 17م و نهایتا اینجا 18م خواهد شد. بله دروازه 17م بوده است. 16م و 17م در کنار هم دیگر. 2 ثانیه از همچون جریمه به وقتی او علاوه کرده می شد و بله این هم انجام سبقت برای پاسپیالوف اندری. سمیرنوف ایگور است از فدراسیون روسیه تحت رقم 201 و نیروسنجی پرداخت و با گفته برنده میدان که بیشتر آشنایی دارد با ورزشگران روس در این رشته، اینها از داوطلبانی هستند که می توانند برای جایزه ها نبرد کنند. تلاش اول ورزشگران مرد در سبقت های کایاک سلالوم هست. اصلا کلمه سلالوم همان مارپیچ است، مارپیچ حرکت کردن و اینجا اگر توجه کرده باشید ورزشگران مارپیچ گونه از این مانعه با آن مانعه حرکت میکنند و جای هم در دروازه سرخ چرخیده از داخلی دروازه عبور میکنند. از داخلی مانعه هر دو تا هم استفاده شان هیچ مشکلی نیست، زیرا هم دروازه رو میتوان با آنها اختصاص داد هم مانعه را. سمیرنوف ایگور هست با نقطه نهایی سبقت نزدیک میشه. این دروازه 17م و دروازه 18م باقی نموده و خلاص. و اینجا سرعت خود را افزایش میدهد. این طرف هم داوران ایستادن هر ثانیه با حساب میگیرند سبقت ها را. سرگی مایمیستوف هست از فدراسیون روسیه. باز هم ورزشگران نسبتاً کارکشته و پخته این مسابقه بین المللی هستند که گفتیم به تازگی از امارات متحده عرب برگشتن از مشق و تمرین ها و تعلیم های دست جمعی. مایمیستوف سرگی او هم از جمله نسبتاً ورزشگران بزرگسالتر هست و یکی از دیگر ورزشگران بزرگسال این سبقت ایگل پاول هست که تحت رقم 204 حالا به هنرنمایی خواهد پرداخت. این ورزشگر هم 33 ساله است. ایگل پاول آمده است تا در تاجیکستان سلالوم اوپن هنر و مهارت خودش را بسنجد. مایمیستوف سرگی رو میبینیم که با مانعه های آخری مسیر سبقت نزدیک شده است. یک مانعه دیگر باقی مانده، از این هم عبور کرد. ببینید این شیوه خاصی خود را دارد برای عبور کردن و سرعتش را اینجا افزایش میدهد تا حتی اگر 1 ثانیه هم باشد به نفعش بگیرد. و این هم همون گوبینکا نیکیتا از فدراسیون روسیه آخرین ورزشگری مردی است که در رشته کانوی تلاش اولش را انجام میدهد. پس از این رشته کانوی میانی بانوان آغاز خواهد شد در همین جاده و بدونی البته توقف شاید آنها نیز به هنرنمایی و نیروسنجی بپردازند. گوبینکا نیکیتا آخرین ورزشگری است که به سبقت میپردازد. بله بانوان آغاز میکنند. ورزشگران 7 کشور که اکثرا میبینیم مردان هستند. در مجموع حالا چند نفر هستند اینجا برای ما شما میگویند. فعلا که 20 نفر. کانوی زنانه است 21 نفر بوده است و آخرین نفر میناز و السو گفته میشه چه بازی المپی توکیو 2020 یا توکیو 2020 که در سال 2021 البته سپری شد. و بله سبقت آغاز گردید و تا جایی که سبقت بانوان چومکوک سونگ کنده از شاهیگری تایلند هست که اینجا به هنرنمایی میپردازد. حالا پس از شرح بخش اول سبقت های
тоҷикистон слалом опен мо ҳам камкам ба ному насабҳои тайландӣ ошнотар шуда истодаем. дар маҷмӯъ 21 бону ҳунарнамоӣ мекунанд ва боз ҳамчун мардон бонувоне ки ҳунар ва маҳорати беҳтар доранд дар ҳаракатҳо ё дар нафарони охире хоҳанд буд ки талош хоҳанд кард натиҷаи беҳтаре ба даст биёваранд. як бори дигар бону чомконгсунг кандаро бо ҳамдигар дидем ки дар ҳаракат аст, бо дарвозаҳо бархӯрди шадид дорад чомконгсунг. ҳар кадом аз дарвозаҳоро чанд борӣ мезанад ва ҳатман ин ҷаримаҳо дар назар гирифта мешаванд. ҳеҷ ҷои гузашт ба варзишгар дар чунин лаҳзаҳо нест ки аз кадом кишвар асту сатҳи маҳораташ чӣ аст. ин нерӯсанҷии варзишӣ аст. ҳарчи дар тавондорӣ бояд нишон бидӣ. агар натавонистӣ ҳатман ҳамон муддатзамонеро ба даст меовардӣ ки сазовори он ҳастӣ. ҳамчунон барои мо ҳамон бону чомконгсунг кандаро нишон медиҳанд ва инҷо боз як бонуи дигар ядав аҳна аз ҳиндустон аст ки ба ҳунарнамоӣ оғоз кард ва варзишгарбонуи тайландӣ ё шоҳигарии Тайландро дидем ки аз хатти ниҳоӣ убур кард. инҷо ҳам бошад ядав анҳа бисёр ба оҳистагӣ ҳаракат дорад, ба хусус аз дарвозаҳои сурх ба ҳангоми гузаштан бисёр суръати каме дорад, дар ҳоле ки бархе аз варзишгарон мечарханду мераванд ва ин ҳам талотуми дарёи варзоб раҳме ба бонувон ҳам надорад. раҳме ки чӣ ӯ вазифааш душвор кардани кори варзишгар аст то аз уҳдаи ин душвориҳо барояд. ва ин намуди чархишҳое ки дар дохили об ғутавар мезананд ҳамон чархишҳои тимсоҳӣ ном бурда мешавад ки як нав намоиш ҳам дар рӯзи якуми сабқатҳо бо ҳамин чархишҳои тимсоҳӣ дар дохили об нишон дода шуд. ба ҳар ҳол бидуни мушкил берун омадан аз ғарқ шудан дар як чунин варзиши бисёр муҳим аст, зеро об метавонад дар чархаи худ гирифтор кунад ҳар фардеро. дуанглава атчарпарон боз ҳам варзишгаре аст ки аз кишвари шоҳигарии Тайланд инҷо ҳунарнамоӣ мекунад. варзишгар бону манзурамон атчар рапорн аст. бинед бархе аз варзишгарон аллакай омада ба варзишгарони дигар ҳам расиданд. инҷо мо дидем ки намояндаи оё Тоҷикистон ҳам ба майдон баромад. на, ҳанӯз ба намояндаи Тоҷикистон вақт нарасидааст. инҳо варзишгарон аз кишвари шоҳигарии Тайланд ҳаст ва аз кишвари Узбекистон ҳам. инҷо мебинем ки варзишгари ҳунарнамоӣ дорад, яке аз варзишгарони ҷавон Александра Фоминкова аст, таҳти рақами 209 дар ҳаракат. ва бинед аз бонуи тайландӣ гузашт, дар ҳоле ки баъд аз бонуи тайландӣ яъне 45 сония фосилае ки доштанд ба фоидаи варзишгарбонии узбек ба анҷом расида будааст. Влада Тараданова аз кишвари Қазоқистон ҳам ба ҳунарнамоӣ пардохт ё ба нерӯсанҷӣ пардохт гӯем беҳтар аст. ва ниҳоятан бонуе ки дар шоҳигарии Тайланд будро дидем ки убур кард аз ҳамаи хатти ниҳоӣ.
Традан ва Владаро барои мо шумо нишон дода истоданд. Бисёр хуб аз дарвозаи сабз убур кард ва ин ҳам намои кулли ин майдони сабқат ё масири сабқати варзишгарои каяки бонувон инфиродиро бо ҳамдигар мебинем. Традан ва Владаро барои мо шумо нишон медиҳанд. Бидуни мушкил гузашт, бидуни расиш ба дарвоза ва ё монеаҳо. اینجا هم بدون مشکل عبور کرد. میچرخد و از داخلی دروازه سرخ عبور میکند. باز هم خوب عمل کرد به هر حال، ولی جالب اینجا بود که از سمت چپ عبور کرد. آیا اهمیت دارد یا نه؟ اینش جای سوال هست. ببینید چگونه جاده‌های مشکل گذار و چگونه موج‌های آب ورزشگران رو به هر طرف هوا می‌دهد. الینا بارکووا از فدراسیون روسیه تحت رقم 214 حالا به هنرنمایی می‌پردازد. 21 ورزشگر بانو در رشته کایاک انفرادی یا یک نفره با هم دیگر در سبقت هستند. الینا بارکووا رو می‌بینیم که از شهر مسکو فدراسیون روسیه است. ورزشگران روس نسبتاً در واقع آماده تر هستند با مسابقات بین‌المللی، چون گفتیم که آنها بعضیشان اشتراکی بازی المپیک، بعضیشان چمپیونات اروپا، چمپیونات جهان هستند. ولی با این همه بینید همین بانو بارکووا دیدیم که با دروازه یا با مانع برخورد. یعنی با اون همه سطح توانایی و مهارت باز هم نمی شود گفت که بدون مشکل و یا برسیش به مانعه ها و دروازه ها ورزشگری تا به خط نهایی میرسد. حتی ورزشگران نامی هم میتوانند اینجا ناخواسته سر و زیر شوند. ببینید در آخر کار سرعت افزایی می شود. داوران که اینجا حضور دارند و یا اینکه ببینید در راستی هر کدام از بخش یک داور با لباس های سفید ایستاده است و ثبت میکند همه آنچه میبیند. بیان کردن قاعده ها، ثانیه ها. جریمه وی سمیرنووا والنتینا تحت رقم 216 نماینده تاجیکستان است. تاجیکستان را نمایندگی میکنند این ورزشگر بانو والنتینا سمیرنووا. در میان بانوان یگانه بانوی است که در رشته کایاکی بانوان انفرادی تاجیکستان را نمایندگی میکند. بانوی 20 ساله است و بیاید ببینیم که از این منطقه دشوارگذار با چی مهارت عبور میکند. به هر حال از دروازه سرخ یا مانع سرخ عبور کرد، از مانع سبز هم به خوبی عبور کرد. شما جریان رو از نزدیک بسیار خوب دیدید که چگونه هر یک ورزشگر در هر یک موج تلاطم این دریای خروشان خود را و کایاک خود را اداره میکنه و باز گذشته از این همه باید کاری کند که با دروازه ها بر نخورد. والنتینا سمیرنووا نماینده تاجیکستان و منطقه دشوارگذار. ببینید موج ها چگونه این ورزشگر را میخواهد فرو ببرد، اما نه، مشق و تمرین برای همین میکنند که هیچ کس با تولایوا داریا از شهر مسکو در اکران های شما و برخورد با دروازه سرخ را دارد. 2 ثانیه را و اینجا خطایی که این بانو میکند مجبور است یک بار دیگر برگرده از دروازه سبز بگذرد.
Тулаева Дарья ҳаст ки инҷо ҳунар ва маҳорати худашро барои мухлисони ин ришта пешкаш мекунад ва барои ҷоизаҳо ҳам низ нерӯсанҷӣ мекунад. омадааст ба тоҷикистон то наврӯзи байналмилалиро дар инҷо ҷашн бигирад ва аксаран ба хӯрокҳову ба меҳмондӯстӣ мардуми тоҷикистон аллакай одат карданд. Шклярук Валерия ба сабқат пардохт. ҳамин варзишгarbонӯе ки ӯ ҳам зодаи шаҳри Москва аст, ҳамроҳ бо Тулаева Дарья ҳардуяшон аз шаҳри Москва ҳастанд, фақат аз мактабҳои варзишии гуногун. ҳарду ҳам пайҳам сабқат доранд. инҷо сабқати дунафариneст. бархӯрд ва чархиши тимсоҳӣ ба қавле дар дохили об сурат мегирад. ва бинед ин варзишгар ҳам дигар ба монеаҳо таваҷҷӯҳи тақрибан накарду баъзе монеаҳоро эҳтимолан аз даст дод. ба ҳар ҳол то охири, чун варзишгари касбӣ аст, то охири кор хоҳад рафт. боз як чархиши тимсоҳии дигар ва об ӯро аллакай ба куҷоҳое ки набурда истодааст. дар хатти оғоз Третьякова Светлана аз вилояти Свердловск омаданд ва ҳамчун Таисия Лагачёва низ ба нерӯсанҷӣ пардохтанд. зикр аст ки варзишгар бонӯи ки феълан ӯро дар экранҳои худ мебинед Лагачёва Таисия аз Санкт-Петербурги Россия аст. дар каяки занона инфироди нерӯ месанҷад. дуто наҷотгар дар он канор истоданд, ё наҷотбахшон, ё ин ки кӯмаки аввалия ё ёрии таъҷилӣ ҳам мешавад гуфт. вале хушбахтона то ин лаҳза барои ҳеҷ кадом аз варзишгарони иштирокӣ чунин ёрии таъҷилӣ зарурат пайдо накард. Екатерина Николаева таҳти рақами 223 аллакай ба сабқат мепардозад. инҳо варзишгароне ҳастанд ки нисбатан ба ҳамдастаҳои ҳатто худашон, на ин ки ба нисбат ба варзишгарони дигар кишварҳо маҳорати беҳтару бештар доранд. варзишгарбонуи кишвари Санкт-Петербург аст ин бонӯ Екатерина Николаева. вале ҳамин варзишгарбону ҳам инҷо ба чархиши тимсоҳӣ рӯбарӯ мешавад ва ин мушкил барояш эҷод мекунад ҳатман. чун варзишгарони касбӣ ҳастанд, боз сабқатро идома медиҳанд. об ҳам сард аст. ин чархишҳо як бор варзишгарбонувонро ҳушёр ҳам хоҳад кард агар касе хоболуд шуда бошад. албатта дар як чунин варзише наметавон хоболуд буд, зеро об ва маҷрои об туро ба кемкуҷоҳое хоҳад бурд агар идораи худро аз даст бидиҳӣ. бисёр хуб ва зебо аз дарвозаи навбатӣ убур кард варзишгарбонуи Санкт-Петербург Екатерина Николаева ва ба дарвозаи навбатӣ наздик мешавад. аз ин зовия ки мебинед ба назар мерасад ки дарвозаҳо ба ҳам наздиканд, вале фосилаи дарвозаҳо ҳатман риоят мешавад ва душворӣ ё сабукӣ онро худи коршиносони махсус аз Федератсияи Россия омаданд ва ин монеаҳо ва бархе дигар
دروازه ها را تعیین میکنند. چون اکثر این جادوگران کسبی این مسابقه بین المللی از کشور روسیه هستند، گاهگاه میبینیم که به هنگام عبور ورزشکاران روس با آنها مشورت و مصلحت‌هایی میدن تا خودشان را بهتر کنترل کنند. ورزشگر بانوی کشور روسیه نیکولای و همچنان در سبقت بود و این هم آخرین ورزشگر منیاز و السو اشتراکچی بازی المپی اولین تلاش بانوان را در رشته کایاک انفرادی خاتمه میبخشد. آخرین نفری است که از میان بانوان با سبقت میپردازد. اولین تلاشش را ما مشاهده میکنیم، پس از چند تلاش دوم آنها نیز در نظر گرفته میشد. حالا نتیجه ها جمع‌بندی میشوند، چون به طور مستقیم نمیشود نتیجه ها را پیشکش کرد. پس از انجام هر سبقتی دوباره جمع میشوند، همه نشاندادها را به نظر گرفته زمانهایی که ورزشگران مسافه 200 متر را طی کردند حساب و کتاب میکنند و نتیجه نهایی را پیشکش میکنند. امروز همچنین که قبل از نصف روزی بود مردان در کنوی و زنان در کایاک، حالا بعد از نصف روزی بانوان در کنوی و مردان در کایاک نیرو سنجیدن. امروز روزی معین کردن غالبان نیست، بلکه بهترین ها را معین میکنند و در نتیجه اینجا یک بار دیگر میبینیم که باز بدون وقفه یا بدون گذشت هیچ زمانی دوباره سبقت مردان آغاز گردید. دومین تلاششان، اولین تلاششان را انجام دادن هر کدام از آنها. حالا ما تلاش های دومشان را میبینیم که چگونه صورت میگیرد. خب سعیداللهیف سمندر از ازبکستان، همچنان که ما علاقه یک بار اعلام کردیم در همین آغاز چند تن از ورزشگران، 5 تن از ورزشگران ازبک در همین دهگانه اول به سبقت میپردازند. سعیداللهیف سمندر از ازبکستان رو با هم دیگر میبینیم. این دومین تلاشش هست. تلاش اولش رو حالا میبینیم که آیا در دهگانه هست یا نیست. هنوزم البته تلاش ها نتیجه نهایی جنبست نگردیدند، ولی جنبست خواهند گردید. عموما مردان در سبقت های کایاک نسبت به کایاک بانوان بهتر عمل میکنند. بانوان در اگر 90 تا 100 ثانیه و برخی ها از 100 ثانیه بیشتر باشد، مردان اکثرا 80 81 85 86 ثانیه مسافه مسابقه را طی می نمایند. همچنان برای ما سعیداللهیف سمندر را پیشکش میکنند از کشور ازبکستان که تلاش اولش را اگر ما از کارگردان بپرسیم شاید برای ما نشان بدهند که یا بگویند که در زینه چندم بود. از کشور ازبکستان کالتوویچ اندری از کشور بلاروسیا در حرکت هست. سعیداللهیف سمندر در تلاش اولش 131 ثانیه مسافه مسابقه را طی کرده است. 8 ثانیه جریمه داشت و این 8 ثانیه با مدت زمانی به دست آوردهش افزوده شد. برای ما ورزشگر کشور بلاروس کالتوویچ اندری را نشان میدن و میبینیم که پای در پای او منگجید جانیاوود با هنر نمایی میپردازد. از شایگری تایلند هست.
ورزشگران تایلند هم در تلاش اولشون چندان نتیجه های خوبی نداشتند، با اینکه ما انتظار داشتیم در کشور تایلند این رشته رشد بهتر داشته باشد. جانیاووت هست و حرکت های او را برای ما و شما نشان چندان سراسیمه نیست. بینید یا خود جریان آب او را با احتیاطکاری وادار میکنه. در تلاش اولش این ورزشگر 141 ثانیه وقت را سپری کرده است. اینا ورزشگرایی هستند که نتیجه هاشون چندان خوب نبوده است. 8 ثانیه جریمه داشته است این ورزشگری شایگری تایلند. منجید جانیاووت یعنی 4 بار با دروازه ها برخورد داشته است یا مانعه ها را زده عبور کرده است. بنابراین 8 ثانیه جریمه شده و با ثانیه های به دست آوردهش در طول این رقابت. بولتابویف شاهبدین این هم ورزشگر ازبکستان هست. سومین ورزشگر ازبکستان است که همکنون تلاش دومش را در رشته کایاک انفرادی سنجیده ایستاده است. هنر و مهارت خودش را بولتابویف شاهبدین ورزشگر 22 ساله ازبکستان است. و خوب هم هست که ورزشگران خودشان ازبک هستند، چون سیداللهف سمندر، عبداللهف حیوکبیک، بولتابویف شاهبدین اینها نظیرف کریم جان ورزشگرانی هستند که ازبک تبار هستند و این علاقه به منفیت این کشور است که ساکنان بومی آن یا محلی آن با چنین یک رشته پرشدت و دیدنی مشغول می شوند. بولتابویف شاهبدین رو برای ما و شما نشان میدهند که در حرکت هست. از بین ورزشگرانی ازبک در تلاش هایش او بوده است که نتیجه نسبتاً بهتری رو داشته است. بولتابویف شاهبدین در تلاش اولیش 95 و 83 تا ثانیه مسافه مسابقه را طی کرده است که نتیجه بسیار خوب است. یعنی در تلاش اولش الکی در زمره بهترین ها جای گرفت. شاهبدین بولتابویف حداقل در فقط یک برخورد داشته است که ورزشگر با مانعه هایی که در اینجا گذاشته شدند 18 تا مانعه. دانیل لاپیکوف از سنت پترزبورگ روسیه است این ورزشگر. دانیل لاپیکوف با اینکه ورزشگری با نام هست و هنرمند، ولی در زمره در تلاش اولش در زمره 10 گانه او را نمیبینیم. لاپیکوف دانیل در تلاش اولش 112 ثانیه وقتی اساسی خودش طی نموده است، 113 ثانیه و 2 ثانیه جریمه هم دارد همین لاپیکوفی که میبینیم. بنابراین در حدود 30 گانه برتر قرار گرفته است. لاپیکوف دانیل. ریازانوف نستر از کشور قزاقستان را ببینیم که در تلاش اولش این ورزشگر چی نتیجه داشته است که حالا ما نتیجه دوم او را بهتر یا بدتر شدنش رو انتظار باشیم. او هم چندان نتیجه خوبی نداشته است. معلوم میشه در زمره 10 گانه و حتی 20 گانه برتر نیست و در زمره 35 گانه تقریبا است و تلاش اولش 110.92 تا ثانیه داشته است. 3 بار برخورد با دروازه داشته، 6 ثانیه جریمه
و 116.92 تا ثانیه نتیجه به دست آوردش در تلاش اول از سوی نستر قزاق. ریزانوف نستر، معذرت میخوام، نستروف نه، ریزانوف نستر، همین ورزشگر 116.98 تا ثانیه زمانی که او به نامش ثبت کرده است در این سبقت و این هم تلاش دومی ریزانوف نستر از قزاقستان هست. در پای ورزشگر کشور قزاقستان، ورزشگر کشور روسیه پوتینتسف باگدان با نیروسنجی می پردازد. در دروازه پنجم او صاحب 2 تا 2 ثانیه جریمه یا تنبیه گردید. خب در خط آغاز قرار دارد ورزشگر کشور باز هم شایگری تایلند کویتسوک پیانات تحت رقم 174 هنرنمایی خواهد کرد. اینم پوتینتسف باگدان است که اکثری مونیه ها را به خوبی عبور کرد. پوتینتسف باگدان از کشور قزاقستان هست. اکچین سرگی از جمهوری آلتای فدراسیون روسیه است. یکی از ورزشکاران بسیار جوان نیروسنجی ها یا تاجیکستان سلالوم اوپن. سال 2007 سال تولدش هست. اکچین سرگی شاید جوانترین ورزشگر با همراهی تلستیچکوف لوچزار بازم از همین کشور یا فدراسیون روسیه می باشند. جوانند اینها. 2007 سال تولدش. باگدان پوتینتسف رو یک لحظه برای ما نشان دادن و اینجا باشد اکچین سرگی جوانک. 16 ساله است این ورزشگر، چون 2007 اگر تولدش باشد 2023 حتما 16 ساله است. ساکاتون ارتیوم است که از فدراسیون روسیه به نبرد با آب و دریای ورزاب می پردازد. دریای ورزاب او را می خواهد به مسیر جریانی خودش ببرد. او باشد باید مسیرش را عوض کند و از مانعه ها عبور کند. چقدر موجهای خروشان این دریا برای اشتراکچیان این مسابقه دلچسب است، چون واقعا هم امتحان بسیار جالب، دیدنی، سخت برای همه ورزشگران می باشد.
سکاتون ارتیوم رو میبینیم از مونیاهو عبور میکند و پیش میرود. حالا شاید در آخر برای ما نتیجه های نهایی پس از دو تلاش ورزشکاران رو بدهند، چون گفتیم که برای حساب کتاب آن وقت میبرد. همه ورزشکاران از خط نهایی عبور فعلا نکردند. کنستانتین لوکیانوف بازم از سانت پتربورگ روسیه است. او هم بسیار جوان، همان 16 ساله است اگر خطا نکنم، چون 2007 سال تولدش است. واقعا هم یک نکته بسیار جالبی است که در این رشته ما توجه کردیم، این است که اگر نتوانی از دروازه عبور کنی دیگر سبقت رو از دست داده. به همین خاطر حتی اگر از دور هم رفته باشند باز میگردند و از دروازه‌ای که نتوانستند بگذرند یا واردش بشوند دوباره چرخیده میآیند و وارد میشوند. و تا این کار رو ورزشکاران حرفه‌ای میکنند. این ورزشکار هم با دروازه برخورد و 2 ثانیه جریمه می شود. جریمه هم این طور است که از او ثانیه هایش رو نمیگیرند، برعکس بر بالای ثانیه هایش با ثانیه می افزایند. نماینده تاجیکستان که در رشته کانوی هم ما رو نمایندگی میکرد، دانیل زامیاتین، که ما رو در کوشش اولش دیدیم. دانیل زامیاتین رو با نیروسنجی میپردازد و این هم ورزشگری تاجیکستان تحت رقم 181. زامیاتین دانیل با نیروسنجی آغاز کرد. بیاید ببینیم که نتیجه به دست آورده دانیل زامیاتین برای منتخب تاجیکستان یا برای هیئت تاجیکستان تا در تلاش اولش چگونه بوده است. اگر شستاکوف رو بگویم، شستاکوف در تلاش اولش 97 تا 74 ثانیه مسافت رو طی کرده است، اما 3 بار برخورد با مونیاهو داشته است. اما خود این ورزشگری دیگری تاجیکستان زامیاتین دانیل باشد خیلی از دیگر ورزشگران دیرتر رسیده است. 4 ثانیه جریمه دارد، 113.93 تا ثانیه مدت زمانی که مسافت 200 متر رو با 18 ثانیه طی کرده است. همین نماینده تاجیکستان زامیاتین دانیل می باشد که این ورزشگر هم ورزشگری جوان است، 18 سال است یا 19 سال است. سال 2006 تولد اوست. تا 2008 اجازه اشتراک در این مسابقه دارند. زامیاتین دانیل در گفتیم تلاش اولش در مجموع 117.93 تا ثانیه مدت زمانی است که به نامش ثبت گردیده است. ورزشگری دیگر کرتیاکوف ارتیوم از جمهوری التای فدراسیون روسیه اشتراک میکند. خود فدراسیون روسیه هیئت منتخبش به شامل چندین دسته آمدند. هر کدام از دسته ها نام دارند، از جمله همین ورزشگری که میبینیم در اینجا از جمهوری التای است، از دسته جمهوری التای هست، چون زیاد هستند بعد دسته های زیاد هم تقسیم بندی کردن. خود بین ورزشگران روس هم که از منطقه گوناگون فدراسیون روسیه هستند، این سبقت جدی محسوب میشد، زیرا بغیر از این که فدراسیون روسیه رو معرفی میکنند، آنها هر کدام منطقه خود را نیز معرفی میکنند، از جمله ولایت سوردلوفسک، جمهوری التای، ولایت مسکوا، ولایت یاروسلاو، شهر سانت پتربورگ، شهر مسکوا، ولایت نووسیبیرسک و چندین جاهای دیگر. حدود 6 یا 7 دسته است که اینجا آمدن. کرتیاکوف ارتیوم رو با هم میبینیم که
از جمهوری التای می باشد. ورزشگری دیگر رو می‌بینیم. شستاکوف دمیتری، نماینده دیگری تاجیکستان که نسبت به ورزشگری دیگر زمیتین دانیل بهتر بود این نمایندگی تاجیکستان. بله، نماینده تاجیکستان است که هنرنمایی میکند و نتیجه‌ای که در همون تلاش اولش به دست آورده بود نسبتاً بهتر بود. او 97 و 74 تا ثانیه مسافه مسابقه رو طی کرد. یعنی 10 ثانیه بهتر و بیشتر، 10 ثانیه بهتر است نتیجهش از نتیجه دیگری که نماینده تاجیکستان به دست آورده است، زمیتین دانیل. البته او هم شستاکوف هم دمیتری شستاکوف هم 6 ثانیه جریمه دارد و بر 97 و 74 تا ثانیه اگر آن را علاوه کنیم می شود 103 و 74 تا ثانیه مدت زمانی که در تلاش اولش دمیتری شستاکوف از تاجیکستان به دست آورده است و آنگونه که حرکت دارد در این تلاشش نتیجه او نمیدونم بهتر می شود یا نه. دمیتری شستاکوف رو چون نسبتاً آهسته در حرکت هست و در ثانیه آخر هم سرعت افزاییش چندان جالب نبود. واخروشف دانیل است، ورزشگری ولایت سوردلوفسک روسیه. همچنین گفتیم دسته سوردلوفسک روسیه به هنرنمایی میپردازد. واخروشف دانیل واخروشف دانیل در اولین تلاشش 97 و 28 تا ثانیه به دست آورده است. 2 ثانیه هم جریمه شده 99 و 26 تا ثانیه دست آورده که واخروشف دانیل به دست آورد. تحت رقم 187 هنرنمایی میکند و نتیجه روز اولش خوب است، ولی این تلاش اولش منظور، ولی در اینجا تلاش دویمش چی مشکلی دارد این ورزشگر رو؟ یا خسته شده است یا آب سردی میکند. ناراحت شده است چیزی. مدویدف اندری تحت رقم 189 ورزشگری ولایت سوردلوفسک است. بازم همدسته واخروشف دانیل. اندری مدویدف. ببینیم نتیجه او در تلاش اولش چگونه بوده است. در 10 گانه برتر که دیدن نمی شود. مدویدف دانیل، مدویدف اندری همچنان در حرکت هست. ولی مدویدف اندری در تلاش اولش 96 و 67 تا ثانیه بسیار خوب حرکت کرده است و یگان بار هم به یگان مانع برخورد نداشته. همین نفری که ما او را میبینیم تلاش اولش را بسیار خوب انجام داده، ولی اینجا یک برخورد الکی دارد. با مانع برخورد دارد. چرخش در دروازه های سرخ یا مانع های سرخ از سمت راست. و اینجا از سمت چپ. مدویدف اندری الکی از خط نهایی عبور کرد و ببینیم که ورزشگری نوبتی فیودور زیابلیتسکی از
فدراسیون روسیه است. این ورزشگر هم از دسته جمهوری آلتای برآمد میکند در این مسابقه و نوروزی بین المللی ما را شکل و شمایلش را باز هم بین المللی تر میکند. برگزاری مسابقه بین المللی به مناسبت نوروز هست که این مسابقه در اینجا برگزار می شود و تشبسکاری آن هم رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی است تا هم جشنمون بین المللی باشد، هم مسابقه بین المللی اینجا برگزار شوند و همین رشته در تاجیکستان عزیز ما که همه زمینه ها برای رشد را دارد رشد یابد. مطمئنا دوستداران این رشته حتما پیدا خواهند شد پس از تماشای اولین مسابقه بین المللی سلالوم تاجیکستان سلالوم اوپن که روزهای ایام نوروزی برگزار شد. بیچاره زیابلیتسکی فیودور چندین برخورد با دروازه ها و مانعه ها را داشت، کاری آسانی نیست. به نظر می رسد سرعت آب بیشتر شده باشد و این بیشتر شده این سرعت آب مشکل را برای ورزشکاران دشوارتر و دشوارتر میکند. ببینید چگونه باید در داخل این موج در حرکت باشد. کامشک ولادیمیر از ولایت سوردلوفسک روسیه تحت رقم 193 با هنرنمایی میپردازد و دیدیم که زیابلیتسکی فیودور الکی خط نهایی را عبور کرد. کامشک ولادیمیر و دیده می شد که طبق برنده میدان در زینه 15 در تلاش اولش قرار داشت این ورزشگر زیابلیتسکی فیودور و نتیجه بسیار خوبی است در میان 45 ورزشگر، چون اینجا هم همین چند صدومی ثانیه می تواند نقش بازد. می تواند مثلا نفر اول در 95 ثانیه باشد، نفر 15 در 97 ثانیه. 2 ثانیه ببینید چقدر نقش می بازد در این رشته. و من در رشته‌ای که با زمان سر و کار دارند و ثانیوی هستند چند صدومی ثانیه رو هم به نظر میگیرند. اینجا برخورد با دروازه سرخ در موقعیت هشتم یا در مانعه هشتم از سوی کامشکوف ولادیمیر. کازاکوف کنستانتین از فدراسیون روسیه تحت رقم 195 باز هم از دسته جمهوری آلتای هست و ما علاقه به دهگانه آخر رسیدیم. 35 نفر تقریبا علاقه در سبقت های کایاک انفرادی میان مردان نیروسنجیشان را به انجام رسانیدند. مسافت 200 متر است. ببینید اونجا داور نشسته است و به ثبت میرساند همه عملهای ورزشگر را که اینجا این ورزشگری فدراسیون روسیه کازاکوف کنستانتین می باشد. نمای بسیار زیبای دریای شوخ و شنگ ورزاب است که با گفته مردم که میگویند آب منبع حیات است، منبع حیات شهر دوشنبه و منبع حیات عموما ساکنان تاجیکستان محسوب می شود. یکی از ثروت‌های کم نظیر طبیعی که هر کدام از دولت‌ها با داشتنش میتواند بنازد همین داشتن منابع آبی فراوان که هم حیات بخش هست، هم میتوان از آن انرژی برقی یا برق تولید کرد، استحصال کرد و تا جای من میدونم تاجیکستان از نظر توانایی‌ها و ظرفیت‌های استحصال برق آبی در جهان در زینه پنجم می‌ایستد و این هم نکته بسیار جالب است. در همین چند روزی که کنفرانس بین المللی به مناسبت 10 ساله عمل برای آب در نیویورک با حضور پرزیدنت کشور ما برگزار شد و این ابتکار خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هست
بسیار ارزنده و شایسته برگزار گردید و همونجا هم این نکات قید گردید که تاجیکستان از نظر ذخیره‌های آبی که میتواند استحصال نیرو کند در جهان در زینه پنجم قرار دارد و میتواند در زمینه برگزاری مسابقه های سلالامی نیز در جهان موقعیت خودش را پیدا کند با این شرایطی که طبیعتاً دارد. زمان طبق اطلاع ما در دست داشتهمان در اینجا همچنین مسابقه های سطح اتحاد جماهیر شوروی یا SSR سابق نیز برگزار می شدند و مرکز آمادگی منتخب دولت ابرقدرت گذشته در همین منطقه خوشاب و هوایی ورزا بود. پس پیالوف اندری را بینید چگونه با سرعت بلند حرکت می کند، چون در این سبقت دیدیم که نفران آخر همیشه نفران با تجربه تر هستند و این ورزشگر نتیجه هفتم را در تلاش اولش داشته است. حالا میخواهد نتیجهش را بازم بهتر کند. سرعت او را بینید به فرق از دیگر ورزشگران بسیار بلند است. پس پیالوف اندری ورزشگر شهر مسکوا بسیار خوب عبور میکند. سرعتش هم بسیار عالی است و ببینید چگونه از دروازه با مهارت بسیار والای چرخیده عبور میکند. در دروازه 12 قرار دارد یا مانع 12 و ببینید هر یک ثانیه برایش اهمیت دارد و چگونه از هر مانع عبور میکند. چی شد اینجا؟ پس پیالوف اندری رو که دیگر حتما یگان دروازه رو عبور نکرده، از سرعتی که داشت سرعتش بسیاری بد بود. گفتیم در زینه هفتم در تلاش اولش بود، حالا میخواست بهتر کند. حتما از کدام دروازه عبور نکرد، بنابراین 50 ثانیه جریمه میشد و ادامه سبقت برایش یگان ضرورت و یگان نتیجه نخواهد داشت، چون 50 ثانیه خیلی فرصتی زیاد است. سمیرنوف ایگور هست از فدراسیون روسیه. او هم حیف شد واقعا. پس پیالوف اندری که در سبقتی که در تلاش اولش انجام داد در مقام هفتم بود. ایگور سمیرنوف و قبل از پس پیالوف آمده بود است در زینه ششم، یعنی مدت زمانی به دست آورده است ششم بود است و امیدواریم که او حداقل خطای پس پیالوف را انجام نخواهد داد. او یک مانع را بدون عبور سپری کرد و این هم ورزشگر دیگر هست که یک نفر دیگر هم بدون نیروسنجی مسافه را طی میکرد. به هر حال اینجا هنوز سمیرنوف ایگور رقابتش ادامه دارد. نفر ششمی که در تلاش اولش به دست آورده بود. مایمیستوف سرگئی یکی از داوطلبان غالبیت بله بسیار نتیجه خوب به دست آورده است. کازلوف ایوان سال تولدش 2003 20 سال است. پس از دو ورزشکاران شهر مسکو و کدام دسته دیگری خود روس ها او در زینه چهارم جای گرفته است و حالا تلاش دارد که نتیجهش را بهتر کند. مایمیستوف سرگئی رو برای ما و شما از شهر سنت پتربورگ نشان میدن. او هم یکی از ورزشکاران نسبتاً تجربه دار و با سابقه این رشته سال 1997 تولدش.
35 سال است. معذرت میخوام 25 سال است. مایمیستوف سرگئی. دو ورزشکار دیگر ماندند، ایگل پاول و گوبینکا نیکیتا. یک نفر دیگر گوبینکا نیکیتا از دسته ولایت سوردلوفسکی فدراسیون روسیه است که از داوطلبان اساسی برای مقام‌های افتخاری کانوی کایاک سلالامی انفرادی میانی مردان قرار دارد و این هم آخرین نفری است از میانی مردان به سبقت میپردازد و احتمالا برای ما نتیجه های این ورزشگران پیشکش خواهد شد. اگر خطا نکنم 10 نفری اول رو برای ما کارگردانان پیشنهاد میکنند که نتیجه های بهتر رو کی به دست آورده است. گوبینکا نیکیتا ورزشگری است که با تجربه است، 29 سال است ورزشگر و در سبقت های بین المللی و مسابقه چمپیونات روسیه هنرنمایی کرده است و احتمالاً برای ما و شما 10 نفری برتر را پیشکش میکنند که البته 2 نماینده تاجیکستان در آنجا حضور نخواهند داشت، زیرا آنها نتیجه هاشون در همان تلاش اولشون. بله، همه 10 نفری اول ایگل پاول، گوبینکا نیکیتا و لباسوف دمیتری فعلا در سگانه برتر، مایمیستوف سرگئی، کازلوف ایوان، کودریافسیف دانیل، روجین رستیسلاف، سمیرنوف ایگور، بیلیاев پاول و پاسپیلوف اندری هستند که در تاجیکستان سلالم اوپن 2023 در رشته کایاک مردانه انفرادی 10 نفری برتر هستند. خلاصه که روسا در سبقت مردان در کایاک یگان نفر از 7 کشور اشتراکچی را به جز خودشان راه ندادند. چومکوک سونگ باز هم از بانوانی است که در رشته کانوی یک نفره با هنرنمایی پرداخت. بدون فاصله توجه کرده باشید با مردان که در رشته کایاک هنر آزمودند. چومکوک سونگ کندا از شاهیگری تایلند هست که دومین تلاشش را پیشکشی ما و شما میکند. این ورزشگر در اولین تلاشش 114.78 ثانیه مهلت زمانی که به دست آورده بود و حدود 6 دروازه رو اشتباه عبور کرده و عبور نکرده و ضربه زد که دروازه ها باز شدن، مانع ها باز شدن. بنابراین این ورزشگری بیچاره باز 302 ثانیه دیگر جریمه گردید. حالا چومکوک سونگ کندا شاید در این تلاشش حالا نتیجه بهتر به دست بیاورد، چون در تلاش قبلیش 416.78 ثانیه جاده ای رو که اکثرا در 80 90 و 100 ثانیه طی میکنند. سخت است برای ورزشگرانی که تجربه نسبتا کمتری دارند. این دریای ورزابی ما خیلی دشوارگذر به نظر می آید، چون واقعا هم سلالم واقعی در همین منطقه ورزاب شاید وجود داشته باشد. بیهوده نیست که سال 1971 هست یا 70 است متخصصان آلمانی هیئت منتخب اتحاد شوروی آوردند و اینجا نازکی های رشته های کانوی سلالم و کایاک سلالم رو برای ما و شما برای آن زمان آموزش دادن، زیرا اینجا رو بهترین جای برای چنین مشق و تمرین چنین رشته دریافتند. و در ادامه منتخب اتحاد شوروی و منتخب سابق جمهوری های عضو این اتحاد در همین جا برگزار می شدند. یندو اهانه ورزشگربانی کشور هند اینجا در حرکت هست. اون هم چندان نتیجه خوبی در
талоши аввалаш ба даст наоварда аст. 173.05 то сония муддат замоне ки масофаи 200 метрро тай кардааст, аммо 458 сонияи дигар ҷарима гардид. варзишгари кишвари Ӯзбекистонро мебинем инҷо. Фоменко ва Александра. ин варзишгари Ӯзбекистон ҳам чандон натиҷааш ба ҷоизадорон наздик набуд дар талоши аввалаш. ҳоло бароятон хоҳем гуфт ки ӯ чӣ натиҷаеро ба даст дошт. 180.29 то сония талоши аввалаш буд. 6 сония ҳам ҷарима дошт ҳамин варзишгарбону ӯзбекистони Александра Фоменкова ва дар маҷмӯъ агар бигирим 6 сония ҷаримаашро бо 180.29 то сония ҷамъ кунем, 186 сонияву 186.29 то сония муддат замоне буд ки ҳамин варзишгар Александра Фоменкова бинед бо канои ӯ бо рангҳои парчами ҳамсояи кишвари мо оро дода шудааст. вале ба назар мерасад дар талоши дуюмаш боз ҳам натиҷаи беҳтар аз пештарро эҳтимолан ба даст нахоҳад овард. Атчарапорн Дуанглава варзишгари бонии дигари шоигари Тайланд ҳаст. ки таҳти рақами 210 ба ҳунарнамоӣ пардохт аз шоигари Тайланд. ин варзишгар нисбатан дар талошҳои аввалаш боз ҳам натиҷаи 118.78 сония то сония манзурам 118.78 то сонияро ба номаш сабт карда ва натиҷаи хуб дорад. Дунглава Атчарапорн натиҷаи хуб дорад ин варзишгарбону. дар миёни ин ҳама варзишгарони номдори Россия ӯ дар талоши аввалаш тавонистааст ки дар шашгонаи беҳтар қарор бигирад. Влада Тарадановаро бо ҳамдигар мебинем. намояндаи Қазоқистон ҳаст. ӯ ҳам дар талоши аввалаш ҳоло бароятон хоҳем гуфт ки чӣ натиҷаеро ба даст оварда буд. оё Влада дар талоши аввалаш 173 то сония масофаи 200 метрро тай карда буд ки бисёр зиёд аст. барои касби ҷойҳои ифтихорӣ кофӣ нахоҳад буд. ҳамчунин 106 сонияи дигар ҷарима дорад, яъне 2 дарвозаро нагузашта убур карда ва 3 бор ҳам бархурд ба дарвозаҳо ё монеаҳо доштааст. Бондарюк Маргарита варзишгарбонуи кишвари Россия аст ки таҳти навои Баҳорам Мишукуфаъат дар ҳаракат ҳаст. варзишгарбонуи кишвари Қазоқистон Тараданова Владаро барои мо пешкаш мекунанд ки гуфтем натиҷае ки дар талоши аввалаш ба даст оварда буд аслан қобили таваҷҷӯҳ набуд. 276.73 то сония. Алина Баркова таҳти рақами 214 варзишгарбонии шаҳри Москваи Федератсияи Россия ҳаст. талошашро анҷом дода истодааст. дар талоши аввалаш 122.58 то сония муддат замони аслиаш ва 4 сония ҳам ҷарима дошт. 2 бор бархурд ба монеаҳо доштааст ё расиш ба монеаҳо доштааст. бинобар ин Баркова Алина ҳам наметавонад барои мақомҳои ифтихорӣ эҳтимолан талош кунад, чун ҷуброни ин ҳама ақибмондагӣ ба сахтӣ сурат хоҳад гирифт. Траданова Владаи Қазоқистони ҳамонудрас Смирнова Валентина
نماینده تاجیکستان است. تحت رقم 216 هنرنمایی میکند. ورزشگر بونی 20 ساله است که تاجیکستان را نمایندگی میکند و در تلاش اولش که تاجیکستان را نمایندگی میکرد 132.53 از تا ثانیه فرصت زمانی که خودش به دست آورده است 4 ثانیه هم جریمه شده است. 136.53 تا ثانیه تلاش اولش بوده است نماینده تاجیکستان و او را در بین ورزشگران با زینه چندم اختصاص داده است. حالا برایتان خواهیم گفت. نماینده تاجیکستان والنتینا سمیرنووا هم از خط نهایی عبور کرد. والنتینا سمیرنووا در دهگانه در تلاش اول جای گرفته است. بسیار نتیجه خوب بود. ولی گرافینی و الینا ورزشگر دیگری شهر سنت پترزبورگ Тулаева Дарья ورزشگر بونی شهر مسکو یا دسته شهر مسکو است. دارای عنوان‌های درجه بین استاد درجه بین‌المللی و تلاش ورزشگر بانو گرافینا و الینا رو می‌بینیم که از شهر سنت پترزبورگ است. تریتیاکووا سویتلانا یکی از بزرگسال‌ترین بانوان این سبقت است در همراهی مخگلیوا پالینا که آنها 32 سالند و از بزرگسال‌ترین بسکتبال باز. حالا میگفتم اینها قایقرانانی هستند که در سلالم کانوی بانوان با طور انفرادی هنرنمایی میکنند. 5 نفر دیگر احتمالاً تا انجام این بخش از مسابقه از بانوان باقی مانده است تا هنرنمایی کنند. به هر حال ما نماینده تاجیکستان رو دیدیم که در زینه نهم، یعنی در دهگانه در پای تلاش اولش بود. امیدواریم که در پای تلاش دومش نتیجهش رو باز هم بهتر خواهد کرد. به هر حال ما کشور چندان رشد کرده در این زمینه نیستیم و این مسابقه هم به همین خاطر برگزار می شود که رشته مذکور میانی دوستداران آن در تاجیکستان نیز ترغیب و تشویق شود و ورزشی همگانی گردد این ورزش، چون تعداد دریا و دریاچه ها در تاجیکستان زیاد است که در آن میتوان چنین مسابقه هایی را برگزار کرد یا حتی تمرینگاه ها و باشگاه های ورزشی آن را تأسیس نمود. Логачева Таисия از سنت پترزبورگ هست. نامش مارینه رو برای ما نشان میدن که الکی صاحب مدال طلایی مسابقات تاجیکستان سلالم اوپن در رشته اگر خطا نکنم کایاک کروس کانوی کروس داشت. در اکستریمش باز چند روز قبل در کول جوانان برگزار شد. اولین مدال طلایش را به دست آورد و حالا تلاش دارد باز هم صاحب مدال گردد. نامش مارینا. ببینیم نامش مارینا در تلاش اولش چه نتیجه داشت، چون واقعا هم ورزشگربانی با مهارت هست و از او انتظارات هیئت منتخبی روسیه بسیار زیاد است. از ولایت مسکو است این بانو. تحت رقم 222 هنرنمایی میکند و در تلاش
اولش 102.21 تا ثانیه مسافه رو طی کرده است و 4 ثانیه هم البته جریمه داشته. بنابراین در مجموع 106.21 تا ثانیه نتیجه او در اولین تلاش است. همین نووش مارینا ورزشگر بانوی 20 ساله ولایت مسکوی فدراسیون روسیه یا دسته ولایت مسکوی فدراسیون روسیه است. باز هم میگویم بغیر از این که سبقت بین کشورها اینجا صورت میگیرد، حتی ورزشگر بانوان و ورزشگران روس میتوانند بین هم سبقت کنند، زیرا از همه بیشتر دسته در میانی آنهاست و بیشتر سبقت بسیار جدی میانی آنها صورت گرفته ایستاده است. و این هم نیکولایوا یکاترینا از سنت پترزبورگ است که در سبقت‌های کانوی یک نفره بانوان در سلالم یا تاجیکستان سلالم اوپن هنرنمایی میکند. نیکولایوا یکاترینا از سنت پترزبورگ. مخگلیوا پالینا رو هم میبینیم که یکی از دیگر بزرگسال‌های این رشته ورزشی در تاجیکستان سلالم اوپن محسوب می شود. میانی بانوان البته او هم 32 ساله است و ببینید که از سنت پترزبورگ آمده است. از معذرت میخوام، از منطقه کراسنویارسک روسیه. همین ورزشگری که ما و شما رو مشاهده میکنیم. برخلاف او این جوان یکاترینا نیکولایوا آهسته تر حرکت دارد، در حالی که بینید مخگلیوا پالینا با سرعت بهتر است. و نهایتا مینازوا آلسو این واخوری یا این نیروسنجی رو خاتمه میبخشد. بعد از شایدورو و داریا وارد سبقت خواهد شد. شایدورو و داریا هم از ورزشگران سنت پترزبورگ است و مینازوا آلسو این سبقت را خاتمه میبخشد. و در نهایت ما نتیجه های نهایی را که در روز اول مسابقه یا سبقت های کانوی و کایاک انفرادی میبینیم. روز دومش این جایزه داران این مسابقه معین خواهد شد. امروز پیش از نصف روزی یا قبل از نصف روزی دو تلاش هم بانوان هم مردان داشتند. پس از نصف روزی هم دو تلاش هم بانوان هم مردان داشتند در رشته‌های کانوی و کایاک یک نفری هر دو طرف هم. بنابراین نتیجه های و دستاورده ورزشگران تاجیک البته به اندازه‌ای است که ما تیاری داریم و نتیجه های ورزشگران روس هم به اندازه‌ای که در طول 15 روز در امارات متحده عربی مشق‌های دست جمعیشان رو برگزار کردن. عموما یکی از دسته‌های فعال در چمپیونات‌های جهان، در چمپیونات‌های اروپا هستند. همینطور همه ورزشگر بانوان نیز از خط نهایی عبور کردن. مینازوا آلسو اشتراکچی بازی المپی نیست. شاید برای ما حالا نتیجه‌ای که به دست آمدن رو پیشکش کنند و ما هم برایتان آنها رو معرفی خواهیم کرد. بله، همه زینه‌ها مربوط به ورزشگران روسیه است و تنها سمیرنووا والنتینا از تاجیکستان در دهگانه بهترین در زینه نهم جای گرفته است. نتیجه نهم رو دارد. با شما بودم نسیم ستارف و منتظر باشید که در روزهای بعدی غالبان این سبقت ها معین خواهد بود. شاد و پیروز و سلامت باشید و با تلویزیون ورزش بمانید، زیرا ورزش انتخاب زیرکان است و یک چنین سبقت های دیدنی و جالب را پیشکشی ما و شما میکنند. آن هم از نزدیکی پایتخت عزیز کشورمان، آن هم مسابقه بین المللی در ایام نوروز که 7 کشور ورزشگرانش آمدند با ما این جشن را تجلیل کنند.